من خدمت شما درود میگم. من بستره بحث رو در واقع با توجه به اون مقاله ضبط شروع کردی؟ جانم؟ ضبط شروع کردی؟ بله. اوکی. بستره بحث رو با توجه به اون مقاله که جلسه پیش آقای دکتر بودشتی مورد توجه قرار دادن، این مقاله در واقع مقاله بود که ابتداعاً امید تو محفل خصوصی ما گذاشت، نظر ایشون رو جلب کرد و گفت خب بیایم این مقاله رو که مقاله غنی هم هستش بیایم مورد بررسی قرار بدیم. خب حالا کار من اینه که این به قول معروف این مسئله رو تا یه حدی بتونم فرموله بکنم و بستره بحث رو به وجود بیارم و دوستان خب نظرشون رو بگن. قسمت اولش اینی که مثلا کلا بیایم این مقاله رو فقط یک هایلایتاش رو مطرح بکنیم که یک متوجه بشیم که در مورد چی داریم صحبت میکنیم. اساساً عنوان این مقاله اینی که میگه که استدلال میکنه که چجوری یه بخش خصوصی قوی و همچنین متکثر و متنوع چجوری عاملی میشه برای بقا و تاب‌آوری دموکراسی. خب کل بحثش اینه. بعد اگه بخوایم خلاصه هم بکنم مثلا در یه جمله این بحث رو، این داره میگه که با وجود اینکه سرمایه گذاری به حال خودش هم چالش خودش رو داره، ولی شواهد نشون میده که بازارهای آزاد قدرت رو پراکنده میکنه. خب و بعد این قدرت پراکنده باعث میشه که جامعه دموکراتیک پایدار بمونه. حالا چند تا نکته تو این مقاله هستش که اون نکات من مطرح میکنم که مسلما دوستان میتونن در مورد هر کدوم بحث کنن. نکته اولش در رابطه با اینی که اساسا تکثر قدرت موجب این میشه که عضله دموکراسی قوی بشه و اشاره میکنه که به حال منابع اقتصادی مختلف، حالا الزاما نه نهادها، افرادی که تو جامعه در یک جامعه مدنی بتونن قدرتمند بشن، خب این اساساً باعث میشه که اون اپوزیسیون دولت همواره قوی بشه، یعنی بتونه اون اپوزیسیون دولت بتونه فانکشن داشته باشه از طریق اونها که نمونهش رو مثلا در اوکراین میتونیم ببینیم. بعد مسئله بعدی یک خطریه که اشاره میکنه که این خطر در واقع خطر تصرف کسب و کار توسط دولت، یعنی نه تنها این کسب و کارها هستن که میخوان تو دولت نفوذ بکنن که بیان وارد عرصه بودن، بلکه خود دولت هم میاد اصلا کسب و کارها رو تصرف میکنه و برای این کار هم ابزار به وجود میاره، مثلا مثل حسابرسی‌های مالی، درست کردن مجوزهای به حال درست و نادرست، حالا هرچی که هست، و توزیع قراردادهای دولتی متنوع. این هم خطرش. مورد سومش هم در واقع تضعیف دموکراسی با دولت سازیه. در واقع استیت بیلدینگ خب قاعدتاً تو نگاه فوکویاما خب میتونه مبنا و ظرفیت دولت میتونه پایه دموکراسی باشه، ولی حالا از این میگه این مقاله اشاره میکنه که اگر این قسمت بازار آزاد رو شما در نظر نگیرین، بعد وقت شروع میکنین شما در واقع اقتصادهای دولتی درست کردن، اینی که تو ایران میگن اقتصاد دستوری و اینا. حالا این مقاله اشاره میکنه به ستاتیست اکانومی که عملا یه اقتصاد اقتدارگراست. مورد بعدی من فقط دارم میگم هایلایتاشو میگم که بعد بحثش رو بکنیم. خطر همسویی اقتدارگرایان هستش با هم دیگه که در واقع همون مسئله اولیگارشی قدرته، بدین معنا که در کنار این که
پوپولیست ها همیشه سعی میکنن با قدرت خودشون رو تنظیم بکنن، ولی در عین حال خود این عامل هم الزاماً پایا و پویا نیست، بدین معنی که وقتی که صورت قدرت عوض بشه شما یه دفعه میبینید که اونهایی هم که اومدن طرفدار اونا رو کردن بعضی وقت قلقم میشن. مثلا مثل مسئله مجارستان، آقای اوربان به اشاره میکنن به اون. و در آخر هم یه توجه خیلی خوبی داشته. خب این قسمتش به نظر من نقطه قدرت این مقاله است که در واقع اشاره به یه لزوم یه نهادسازی رو میکنه، یعنی محافظت از نهادهایی که در جامعه مدنی وجود داره. اشاره میکنه که استقلال بیوکراتیک اونها، این مجموعه های مثلا حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و غیر سیاسی، اینا باعث میشه که قدرت رو در واقع برای اون بخشی که در برابر سیاست‌های اقتدارگرانه دولت میخوان وایسن با اونها در واقع کمک بکنه. حالا این در واقع خلاصه بود از مقاله. چون این مقاله به هر حال اون چیزی که در واقع من میخواستم در بخش یه مقدار تحلیلش بگم اینه که این مقاله نسبت به وضعیت ایران یه مقاله هنجاری نیست، واسه این که به هر حال موارد مختلفی وجود داره، مثل وجود اقتصاد خصولتی در ایران، استفاده مذهب به عنوان سمبل قانون که باعث فشارهای مالی میشه، اتهام زنی مثل فساد فی الارض و امثال اون. یعنی اساساً روند مفهوم قانون اونجوری نیستش که شما بخواید بر مبنای اقتصاد در واقع ایجاد جریان بکنید، چرا که مرتب این قانون به روش‌های مذهبی جلوتون رو میگیره. بعدش بخش اولیگارشی وفاداره، یعنی یه قشر خاصی از جامعه هستن. شما الان نمیدونم تصویرها رو تو ایران میبینین یا نه، مرتب مثلا بعدن چون خود مقاله به مواسطه آره دیگه، و بخش هم این که جامعه ایران یه جامعه پتروستیت هستش که خب اینم متفاوت میکنه اونو با اون چیزی که در واقع این مقاله مد نظرش. به هر حال این یه خلاصه بود. ایشون تو مقاله ایشون رو من توی این مجموعه گذاشتم که دوستان توجه بکنن، و همچنین مقاله فوکویاما. البته آقای جودکی گفتم من ربطی پیدا نمی‌کنم ولی من میتونم ربط رو در واقع اینجا تصویر بدم. به هر حال از آقای جودکی شروع میکنم که ببینم با توجه به این گزارش و خلاصه‌ای که من دادم نظرشون چیست. در خدمت هستم آقای جودکی. خیلی ممنون کوروش جان برای توضیحات و برای جلسه. ببینید مقاله رو شما اگه جدا بررسی کنید یک مسئله کلیه که میشه مورد ایران هم در برابرش قرار بگیره، ولی اگه از اون اول شروع کنیم به این ببینید که اصلا این به محیط ایران میخوره یا نمیخوره، شاید اصل مقاله رو اصلا فراموش میکنید. ببینید مقاله خیلی با احتیاط نوشته شده بدون اینکه بخواد رابطه علت و معلولی بین دموکراسی و سرمایه‌داری ایجاد کنه. در حقیقت چیزی که همونجور که آخرش هم میگه خودش، یعنی از اولش هست ولی آخر هم کلمه رو میگه، ما با اینجا با یه چیز سر کار داریم که در حقیقت از وبر میاد، همون والفقوانتشافت، یعنی اون چیزی که بهش میگیم افینیته سلکتیو، گونه‌ای همنشینی و گزینشی هست، یک گونه‌ای نزدیکی گزینشی هست بین سرمایه‌داری و دموکراسی. و این سعی کرده این مقاله با مثال‌های واقعی از همین جهان همروزگار اینو نشون بده که هر وقت که چنین چیزی به هم خورده، یعنی اون قدرت سرمایه‌داری از بین رفته، دموکراسی هم رفته زیر سوال، بدون اینکه باز بگم که سرمایه‌داری و دموکراسی، سرمایه‌داری علت دموکراسیه.
حالا از اینجا برای اینکه بتونم یه پرسپکتیو خیلی با گسترده تری بدم، نمیدونم شما میدونید که ریمون آرون یکی از متخصصای بزرگ مارکس بوده. اینو شاید بدونید که اصلا کالج دو فرانس که درس میداده مارکس توش درس میده و قبل از اینکه شروع کنه به مارکس درس دادن میگه که حتما نثر پرشور مارکس بیشتر روی من تاثیر داشته تا نثر بیمزه توکویل. فد میگه در حقیقت. فد یعنی یکم کم مزه، بیمزه. حالا من برخلاف ریمون آرون میگم که تاثیر توکویل روی من خیلی بیشتر بوده تا بخوام از دموکراسی سر در بیارم. ببینید توکویل یه کنسپت اساسی داره که بر پایه اون هم وقتی که اون کتابش درباره دموکراسی آمریکا نوشته و در اصولا در دموکراسی می‌نویسه و معتقده که پویه سده‌های دموکراسی چیزیه که به اون اسمش میذاره اگالیزاسیون د کندیسیون، یعنی فرایند اگالیزاسیون د کندیسیون، یعنی فرایند برابرسازی خاستگاه ها. اینجا باید یه توضیح درباره کلمه کندیسیون بدم که این فقط شرایط نیست. کندیسیون در فرانسه اون قرن 19 به معنی این که وقتی مثلا شما میخواین ازدواج کنید کندیسیونتون چیه، یعنی شرایط مادی که دارین چیه، مثلا جایزتون فلان و این چیزاتون چیه، این شرایط به اون میگفتن کندیسیون. در نتیجه برابرسازی خاستگاه ها، یعنی اون نقطه های شروع، این میشه موتور اساسی دموکراسی، صدای دموکراسی برای توکویل. حالا اگه تو این پرسپکتیو نگاه کنین، اون وقت افینیته سلکتیو بین دموکراسی و سرمایه‌داری رو میشدید. یعنی که اگه حرف توکویل رو من گسترش بدم، یعنی که همه چیز از آن همگانه، همه چیز توانایی اینو داره که از آن همگان بشود و این همه چیز از آن همگان شدن شامل پرنسیپ و اصل حاکمیت هم خواهد شد، یعنی اصل حاکمیت هم از آن همگانه. در این واسطه وقتی که همه چیز از آن همگانه، از نظر سرمایه‌داریش هم، یعنی از شکل سرمایه‌داری، اگه آنالیزهای مارکس رو در نظر داشته باشیم که چگونه بورژوازی و انقلاب در حقیقت شکل گرفته، خب این یه چیزی بوده برای برابری، اونم در مفهوم مارکسیش. حالا رهایی رو با خودش نمیاره، اون چیزی که برای مارکس در حقیقت با در نهایت با انقلاب پرولتاریا صورت میگیره که رهایی رو با خودش میاره، ولی این شرایط برابر رو داشته ایجاد می‌کرد. برابر شدن شرایط برابر، خاستگاه برابر، فرایند برابرسازی خاستگاه‌ها، یعنی شما یک بازار گسترده‌ای دارید که میتونن همگان همه چیزو بخرن. یعنی اگه مثلا ما وقتی که در زمان فئودالیسم بودیم، فقط شما اگه آریستوکرات بودید میتونستید مثلا مرغ و گوشت هر روز بخورید، ولی در دوران سرمایه‌داری شما میتونید همه این کارا رو بکنید. این خودش یعنی همه چیز از آن همگانه. اینو باید در نظر گرفت. این خیلی مهمه در نکته کلیدی که این نگفته شاید این مقاله همینه و این رابطه رو البته خودشون هم به صراحت گفتن که این یک جور افینیته سلکتیو بین این دوتا. حالا اگه بخوایم به قسمت بعدی راجع به ایران برسیم، یه چیزی هست من فقط خواستم کوتاه این مقاله رو در یک پرسپکتیو گسترده‌تری بذارم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم، خیلی مجمل شما گفتیم، ولی نکته خیلی جالب من نظر شما اون سلکتیو بودن این جریان اقتصادی که دوستان سلام افینیتی سلکتیو، نه سلکتیو، این چیز affinity of the selectivity of affinity of the selectivity. خیلی خوب. این نکته این چیزی که در حقیقت خود وبر در رابطه بین پروتستانتیسم و سرمایه‌داری هم همین اشاره میکنه. در حقیقت این چیزی که گفته والفرمانتشافت، همین این در حقیقت باید. خیلی خوب باشه. یعنی شاید درست باشه که بگیم که در واقع توجه شما به طور کلان به جامعه مدنیه، یعنی در واقع جامعه مدنی که این قابلیت و توانایی رو در واقع به صورت عام در جامعه به وجود بیاره، به جای اینکه توانایی به صورت خاص باشه. درسته؟
نه من نه؟ راجع به جامعه مدنی صحبت نکردم. من درباره در حقیقت وقتی مثال توکویل رو میگم، توکویل میگه این مکانیزم صداهای دموکراسیه. این آها. مکانیزم صداهای دموکراسی یعنی برابرساز، یعنی اگالیزاسیون د کندیسیون. اگالیزاسیون د کندیسیون این چیز رو ایجاد میکنه دیگه. توی جامعه مدنی هم میتونه شکل بگیره، از توی این واسطه شکل بگیره، برابری ها ایجاد بشه. این است، ولی این منظور در حقیقت یک پویه، یه مکانیزم درونی این صداهایی که اون تشخیصش میده. خب حالا این اگالیسیون به صورت طبیعی به وجود میاد یا باید اینو به صورت سیاست ها با ظرفیت دولت ایجاد کرد؟ ببینید اگالیزاسیون د کندیسیون اون فرآیندی، حالا شکلی که میگیره رو میشه بهش جهت داد. اون شکلی که در اون بستر این چیزا اتفاق میفته، در اون بستر مفهوم دولت عوض میشه، مفهوم حکومت عوض میشه، مفهوم جامعه عوض میشه. یعنی به جای اینکه شما جامعه‌ای داشته باشین که به تبع به چیز تقسیم شده باشه، کوخپوغاسیون تقسیم شده باشه، شما یه جامعه دارین که توش جامعه برابرن، همه در یک شرطن. این کسی دیگه نه اشراف سه اینجوری نیست، تیغه اینجوری وجود نداره. منظور اینه. خب پس دریافت معنی که شما در واقع دموکراسیون از پایین، از به صورت ببینید خود توکویل میگفته که از پایین نیست، میگفته این پرویدانسه، این مشیت الهی بر این برار شده که چنین اتفاقی بیفته. میدونید حالا اون قسمت مشیت الهیشو بذاریم کنار، وقتی داره شرایطشو بررسی میکنه مثلا نمونه آمریکا رو میگیره دیگه، چون برایش نمونه آمریکا خیلی مهمه از این نظر که جامعه آمریکا از وقتی که شکل گرفته برخلاف دیگه جامعه اروپا، اول ما یک فرق مهم بین دو مفهوم اساسی آزادی و برابری داشتیم. آزادی و برابری، یعنی آزاد کیا بودن؟ فقط اشراف آزاد بودن، یعنی لیبر اشراف بودن. و بعد در زمینه این وقت شکل بگیره برابری با انقلاب جمهوری فرانسه، روی این شکل میگیره که این دوتا رو به هم نسبت بده. برای توکویل در نهایت به طور اسیمپتوماتیک، به طور مجانبی، آزادی و برابری یکی خواهند شد. ولی چون بر پایه یک کنتکست، یک بافتار تاریخی داره توی اروپا حرف میزنه، این یکی مشکله. در حالی که توی جامعه آمریکا از آنجایی که چنین گذشته‌ای نداشته، این دوتا با هم یکی بودن، یعنی آزادی و برابری با هم یکی بودن. برای همین این فرایند برابرسازی کندیسیون بهتر خودشون نشون میده و خیلی سریعتر خودش رو در مفهوم حکومت هم نشون میده. اینجاست که برتری دموکراسی آمریکا رو داره روش انگشت میذاره. خب من اگه بحث ادامه میدم، ولی اینجا یه چالش خیلی بزرگ میشه که اون کانفرمیشن بایسایی که به هر حال در یه جامعه یه دیکتاتور زده مثل ایران وجود داره اساسا نمیتونه قابل مقایسه با که در آمریکا به قول شما داریم در یه بستر باز داره. شما از توی ایران هم اگه میخواین نگاه کنین، برابرسازی خاستگاه‌ها با انقلاب سفید شکل گرفت. با انقلاب سفید جامعه سنتی ایران از بین رفته و ما وارد یک فرایند برابرسازی خاصی شدیم. اگه می‌خوایم راجع به شرایط ایران حرف بزنیم در این پرسپکتیو هم میشه صحبت کرد، ولی اینجا رو تا اینجا رو ببندیم که بذاریم دوستان یه آره نه یه مقدار فرافکنی میشه موقع، ولی خب من موضوع بستره رو متوجه شدم. خیلی ممنون. خب آقای دکتر هودشتیان، شما که این مقاله رو مورد توجه قرار دادید، بفرمایید با توجه به خلاصه‌ای که من گفتم و صحبت‌های آقای جودکی خیلی جالب بود. شما خلاصه شما اونجایی که صحبت از کسب و کار می‌کردی، منظورت بخش خصوصی باید باشه، چون نمیدونم کسب و کار همه جا در مقاله از پرایوت سکتور صحبت میکنه، منظور بخش خصوصی باید باشه احتمالاً. و اونجایی که مالیات هم منظور، خب بله همون مالیات، تکس و غیره. یه جا دیگه هم صحبت از تکثر قدرت کردی، در واقع تکثر به معنی وجود همون جامعه مدنی و احزاب سیاسیه که مقاله به عنوان تکثر قدرت صحبت نمیکنه، بلکه این تکثر دیستریبیوشن آف نمیدونم بشه گفت پاور، ولی به هر حال قدرت دولتی منظور نیست، بلکه همین وجود احزاب متعددی. آی دکتر منظورم این بود که ببینید، البته برداشت من، دریافت من بود، مقاله داره اینجوری میگه قدرت که خب مثلا دولت یه قدرت متمرکز تعیین شده است، میگه حالا این قدرت
قدرت‌هایی تو جامعه میتونن به وجود بیان که این قدرت‌ها در واقع یه نوع این تمرکز قدرت از بین میبره، به خاطر اینکه مثلا این قدرت‌های کوچیک میتونن به اون بخش اپوزیسیون دولت مستقر کمک بکنن که در واقع این توازن به وجود بیاد. منظورم اون بود. خب در مورد مقاله، نه علت این که من پیشنهاد دادم اینی که ما به هر حال مواجه میشیم با یه نوشته‌ای که خیلی استخوان‌داره، توسط آدمایی نوشته شده که به هر حال یکیشون از هاروارد، یکیشون از دانشگاه تورنتو، یکی دیگهشون احتمالاً آلمانی از یک دانشگاه آلمان هست و به هر حال یه مقاله‌ای که جا داره و ارزش داره که آدم بهش بپردازه. یعنی مقاله‌ای هستش که میاد یک بار برای همیشه، حالا میگم یک بار برای همیشه، حتما جاهای دیگه هم خیلی بیشتر گفتن، واقعا رابطه بین مارکت یعنی بازار و دولت رو عنوان میکنه و اثبات میکنه که اون چیزی که مهمه این است که دولت باید کوچیک بشه ولی دست از رگولیشن بر نداره. این به نظر من پارادوکس مقاله است که بهش میپردازم. و مارکت که مارکت عبارت میشه از به اصطلاح بخش خصوصی و وقت در کنار اینها جامعه مدنیه، بسته به اینکه جامعه مدنی چگونه تعریف کنیم. مثلا اینترست گروپ معمولا تو زبان انگلیسی معروف تعریفش میکنن، ولی فراتر از اون تو اینترست گروپ احزاب سیاسی هم قاعدتا قرار باید بگیره که من خودم قرارش میدم، چون جزء قدرت حکومتی نیستن، جزء جامعه هم یعنی لایه‌های پایینی هرم هم نیستن. بنابراین واقعا مقاله این رو نشون میده و یکی از مقالاتی است که من میبینم یه جاهای دست گذاشته، خصوصا این که در مدت یک قرن شاید هم بیشتر از یک قرن ما فکر میکردیم که به هر حال دولت یک وظیفه بزرگ تاریخی داره، یک آرش گفت مشیت الهی، واقعا دولت نماینده مشیت الهی است، به علاوه که اتا دو پروویدانس در واقع همون چیزی است که میآید و هم به انگلیسی میگیم welfare state، همون که میآید و مرحمتی داره برای مردمان به هر حال بگیم فقیر، به اونها کمک میکنه بر اساس اون نظریاتی که قبلا تو این جلسه صحبت کردیم، یعنی نظریه اقتصادی کینز که همون اتا دو پروویدانس در واقع welfare state اینا میخوره به این قضیه. دولت در واقع این نقشو داشته که همواره بیاد کمک کنه بخشی از سرمایه رو بگیره و بده به آدم‌هایی که از اون رقابت سنگینی که سرمایه‌داری آدم اسمیت عنوان میکنه و خارج میشن و مرعوب میشن و زدوده میشن از این رقابت به خاطر اینکه ضعیف هستن. دولت میاد اونا رو کاور میکنه. علتش هم گفتیم، علتش حالا جایی صحبت نداره، ولی علتش این نیست که از کارگرا لزوما خوشش میاد. کینز خودش لیبراله. علتش این که میگه که خب این جنبش‌های اعتراض اگه این نگرانی به وجود داشته باشه، اعتراضات کارگران سیستم رو اصلا بین میبره، پس بهتره بخشی از این نان خودمون رو بدیم به این کارگرا و بدیم به این فقرا که اینها هم به اصطلاح بتونن یک خوشایند بهشون بشه و خرسند باشن از این قضیه و آرام بشن. این مقاله میگه که این دولت در طول مدت طولانی این وظیفه رو داشته و اصولا این نظریه توش بوده، اما خب بعد دیدیم که دولت فربه، اگر فربه بشود، البته حالا ما از ولفر استیت میگذریم میرسیم به دولت‌های فربه، اگه این دولت فربه باشه جای دیگه برای آزادی و دموکراسی نمیگذاره. خب حالا خیلی مسئله مهمیه آزادی و دموکراسی. خب حالا میریم تو بحث اینکه دموکراسی واقعا مستقیما به آزادی فردی ارتباط داره یا به مولتیپلیسیته د پارتی، یعنی تکثر احزاب. اینم یه بحثه که چگونه، یعنی کدومش رو باید ببینیم، آیا تکثر احزاب صرفاً یا آزادی فردی هم توشه، چون اینا خیلی مرتبط. مقاله در واقع میاد و فکر میکنه یه جاهای خودش رو نجات میده، برای اینکه میگوید که در واقع نمیخوایم به دامن اکستریمیسم بیفتیم، برای اینکه کمپانیایی که کمک میکنن به اصطلاح آزادی احزاب، اینا کمپانیایی هستن بعضیشون برخی از کشورها که جلوگیری میکنن از اینکه اکستریمیست‌های راست دیگه، البته فار رایت، بتونه در واقع صحنه پردازی کنه و بیاد به اصطلاح خودش رو عرض اندام بکنه در صحنه سیاسی. بنابراین مبارزه در
اینم خوبه، این پوزیشنی که میگیره. از سوی دیگه مقاله در این حال فاصله میگیره از نئولیبرالیسم و درست نکته من حالا اینجاست، یعنی میگه که باید حد معینی از آزادی مارکت وجود داشته باشه، آزادی مارکت، آزادی اینترپرنورها. حالا حد معینی از، برای همین میگه رگولیت باید کرد. این رگولیشن در برابر دی رگولیشنه. رگولیشن یعنی قاعده‌مندی بازار، یعنی بازار میباید که تابع برخی قوانین و ضوابط باشه که از حد معینی از آزادی و زدن تو سر کوچک‌ها از این حد معین فراتر نره، چون در مارکت معمولا بزرگان میدان داره صحنه. در بازار اقتصادی این میگه یه کاری بکنیم که رگولیشن وجود داشته باشه. سوسیالیست‌ها میخواستن دولت رو قدرتمند بکنن و میخواستن که رگولیت در بازار به وجود بیارن که هر گونه به اصطلاح ماجراجویی بخش خصوصی، بورژواهای بزرگ اینطوری که اونا میگن، جلوش گرفته بشه. لیبرال ها میخوان این رو دی رگولیت کنن، درسته؟ بخوام قوانین و ضوابط رو بردارن و اون وقت اینجا مواجه باشیم با این که خب اگه ورداری زیاد ورداری میشه نئولیبرال، یعنی میشه اون حالت وحشی بازار که بزرگان کوچکان رو میخورن، دیگه مهلت به حضور و وجودشون نمیده. خب اینجا بنابراین میبینین که تا چه میزان میشود رگولیت کرد. اگر خیلی دی رگولیت کنی، خیلی ورداری، میرسی به نئولیبرال که مقاله باش مخالفت میکنه. نه جالبه، من اینو دیدم، خیلی برام جالب. اگه خیلی ورداری میشه به نئولیبرال، اگه خیلی زیاد بذاری میشه دولتگرایی. خب دولتگرایی هم به اصطلاح به حدی که بخواد تسلط بر بازار داشته باشه کار خوبی نیست. اینجا مقاله به نظر من، یعنی گیرپاژ مقاله و علت این که گفتم جالبه که بهش نگاه بکنیم، تو همون چالشی میفته که به نظر من در طول یک قرن گذشته، در قرن 20 هم اصولاً فضای فکری چالش درگیر این چالش بوده، چالش بین عدالت و آزادی. یعنی ما اینجا در واقع موقعی که میگه کمپانی ها میان، شرکت ها میان و وجود شرکت های خصوصی، این بحث خیلی مهم بشه که وجود شرکت های خصوصی کمک میکنه به پرورش و گسترش دموکراتیزاسیون جامعه. وجود شرکت های خصوصی کمک میکنه هر چه بیشتر شرکت های خصوصی فربه بشن، قوی بشن، دموکراتیزاسیون جامعه بیشتر میشه. برای همین من گفتم اصلا نریم فعلا سراغ ایران، چون خود اینا پروبلماتیزاسیون خیلی زیادیه، خیلی زیاده بحث سرش هست. خب این شرکت های خصوصی اگه زیاد رشد بکنن، درسته، میتونن دولت رو به بازی بکشن یا نه؟ در بعضی موارد شاید بتونن، میتونن دولت رو ببلعن. از سوی دیگه دولت هایی مواجه هستیم باش، مقاله بهش اشاره میکنه که این دولت هایی هستن که اتفاقا نه ثروت زیاد دارن، نه بخش خصوصیش رشد کردن. چجوری جامعه رو کنترل میکنن؟ از طریق، نمیگه ولی از طریق سرکوب، از طریق در واقع فکر کنم صفحات آخر مقاله است، از طریق ایجاد یک نظام میلیتری هستش که دولت‌های در آفریقا این کارو میکنن. بخش خصوصی هم در واقع وجود داره ولی این بخش خصوصی تابع در واقع اون دولتی است که به طور نظامی حکومت میکنه. اینجا خیلی ارتباط داره با وضعیت ایران، خیلی ارتباط داره بخش وضعیت ایران. بنابراین دولت‌هایی هستن که بخش خصوصیشون وجود داره ولی بخش خصوصی در واقع خصوصی نیست، خصوصیه ولی تابع قدرته. اینم یک تابع قدرته. مثال روسیه هم جالبه، برای اینکه مثال روسیه رو میزنه، میگه اونجا بخش خصوصی مستقله ولی آنچنان دولت میتونه روش فشار بیاره، مثل آفریقا نیست ولی آنچنان میتونه روشون فشار بیاره، هم تکس رو ببره بالا، مالیات رو ببره بالا، همین که اصلا ببینه که اینا بعضیشون فربه شدن. مثالی رو میزنه که مالک یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی است، میگه که خب اینم داره روش زیاد میشه، پوتین رفته اینو 10 سال کرده زندان. یعنی بخش خصوصی وجود داره ولی بخش خصوصی مانور نمیتونه بده.
به حدی که باید. و زمانی که اینو میگذاره تو زندان، هیچ کدوم از آدم‌هایی که اعضای اصلی به اصطلاح بخش خصوصی هستن، شرکت‌های بزرگ هستن، دولتی هم نیستن، صداشون در نمیاد. نشون میده که در واقع خیلی زیاد دولت نفوذ داره و دولت در واقع داره صحنه پردازی زیادی میکنه با وجود مولتی پارتیسم، با وجود تعدد احزاب. نکته بعدی که در مورد مقاله به نظر من میاد، اهمیت خیلی زیادش باز به بخش خصوصیه که ایراد نداره ها، ولی میخوام بگم یه جا عنوان میکنه که بالاخره جای خیلی مهمیه، الان من دیگه چیزشون میتونم در بیارم، که به هر حال این بخش خصوصی موقعی که به بخش خصوصی ارجاع میده به خطاهای بخش خصوصی اشاره نمیکنه. اینم نکته دوم، یعنی یه چالش در واقع عدالت و برابریه، عدالت و آزادیه. چالش دوم شد چون خود بخش خصوصی میگه بخش خصوصی اگه باشه در یک نظامی بهتره تا اینکه دولت فربه بشه. میگه قالب تلاشایی که دولت‌های فربه کردن برای دموکراتیزاسیون جامعه به نام دموکراتیزاسیون جامعه بیشتر اون دولت‌ها رو اتوریتر کرده، خودکامه کرده. درسته؟ اینو میگه. اما چالش من چیه؟ چالش من اینه که در خیلی موارد بخش خصوصی حامی مستبدین بزرگ بوده. حالا 1933 اساساً هیتلر بدون حمایت بخش خصوصی نمیتونه به قدرت برسه. 1920 موسولینی بدون بخش خصوصی اصلا به قدرت نمیتونه برسه، چون کمک کردن بهش. در بسیار کودتاها مثل کودتای شیلی بخش خصوصی به اصطلاح کمک کرده. البته همه بخش خصوصی کمک نکرده، قالب بخش خصوصی اصلا آلنده رو دوست نداشتن. تو خود ایران زمانی که نگاه بکنیم، بازار و رؤسای بخش‌های صنعتی بخششون کاملا مخالف مصدق بودن و از کودتا حالا به طور خجالتی به اصطلاح حمایت کردن. اینی که ما زمانی که بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، این بخش خصوصی نوانس بسیار زیاد داره. کیو داریم مورد خطاب می‌کنیم؟ کجا، در کدوم منطقه؟ ببینید در ایالات متحده بخش خصوصی به دولت حتی کمک میکنه. درسته؟ یعنی الان در اومده دیگه. در 2008 زمانی که بحران مالی به وجود آمد، در این بحران مالی بانک‌ها فقط شرکت نکردن، حمایت نکردن. دولت البته حمایت کرد و از طریق بانک‌ها و از طریق اون بخش‌های خصوصی که سرمایه کلان تریلیون دلاری داشتند. این در مورد ایالات متحده حاکمه. در ایالات متحده ما مواجه هستیم با یک دونالد ترامپ که در آخر پرزیدنشیال قبلیش تقریبا یه دقیقه دیگه رپ اپ کنید. کودتا کرد ولی عقب کشید به خاطر احترام به قانون اساسی. خیلی مهمه. یعنی قانون اساسی تو این کشور خیلی بسیار زیاد عمل کرده. اشاره میکنم به همون کارهای تاکویل که اونجا میگه در واقع دموکراسی سیاسی نیست، دموکراسی اجتماعی قبل از هر چیز و این بسیار بسیار مهمه. فکر کنم همین به اصطلاح میخوام بگم که یعنی به نظر من این مقاله بسیار بسیار قابل توجهی برای مطالعه، ولی چالش‌های بزرگ رو مثل فربه شدن بخش خصوصی در جوامعی که زمینه‌های به اصطلاح دموکراتیزاسیون، تحمل پذیری، مدنیت وجود نداره زیاد، میتونه خطراتی به وجود بیاره و بخش خصوصی میتونه به فار رایت برسه. این اولین نکته منه. دومین نکته اینه که مقاله خیلی زیاد به آزادی پرداخته، آزادی، لیبرته و آزادی شرکت ها، آزادی بخش خصوصی، ولی به این که دیستریبیوشن دو ویلت، یعنی به اصطلاح انتشار و تقسیم و دیستریبیوشن ویلت، ثروت چگونه صورت میگیره و بخش های ناکام که نتونستن در رقابت بزرگ دووم بیارن، اونا رو باید چیکار کنیم؟ که اونا هستن که منابع اصلی
بگم تو گیومه ناهنجاری اجتماعی میشن یا انقلاب میکنن یا به اصطلاح عدم تناسب به وجود میارن، بالانس قدرت و جامعه را دست به هم میزنن. من حالا فعلا میبندم و میتونیم بیشتر بحث کنیم. خواهش میکنم. خب موارد متفاوتی رو آقای دشتر متوجه قرار دادن که هم در واقع یک توجه رو مقاله بود و هم تا یه حدی نقدی روی مقاله. آقای خب در این ساعت اول من فقط دارم میگم در این ساعت اول ما داریم مثلا خود مقاله رو داریم بهش توجه میکنیم، یعنی اصلا این مقاله چی میگه. حالا اینی که ما ربطش بدیم به شرایط ایران اون رو در ساعت دوم میتونیم مورد توجه قرار بدیم. آقای چمن‌ها رو بفرمایید، ببین نظرتون رو بگین. خیلی ممنونم. من لذت بردم و بخش عمده چیزی که من هم میخواستم بگم دوستان گفتن، حتی بیشتر، و من هم آموختم واقعا. شاید اگه بخوام خیلی کوتاه عرض بکنم، به نظرم چند موردی هست که میشه گفت نقاطی هستن که شاید نیاز به توضیح بیشتر دارن یا داشتن، یا شاید من بد خوندم. یکی این که من تصور میکنم بین مسئله تکثر منابع قدرت و مسئله دموکراسی فاصله نظری کافی نیست. یعنی موقعی دارید از دموکراسی حرف میزنید با یک مفهوم نسبتاً احیانا فلتی داری باش روبرو میشید، و موقعی که به تکثر منابع قدرت اشاره میشه عموماً وجه اقتصادی لیبرالش مد نظر هست. یعنی مابقی انواع قدرت، منابع قدرت معمولاً دیده نمیشن. مثلا یه نمونه خیلی سادهش که بخوام بگم، یک خلط شرط امکان با خود علت دموکراسی، یا بخوام توضیح بدم اینه که شرط امکان مقاومت میاد استقلال اقتصادی میذاره که این نه علت کافی دموکراسیه و نه کمک میکنه الزاماً بهش. مثلا مسئله سرمایه‌دار مستقل، کلیسا، بازار سنتی یا اتحادیه صنفی، یا اون چیزی که اون اولیگارشی مثلا محلی میشه نامید، اینا همه میتونن من در متوجه نشدم شرط چی؟ شرط امکان، خودش شروط امکان، یعنی این شرط امکان با علت دموکراسی رو با هم خلط میکنه. یعنی این جاییه که من تصور میکنم مبهمه. یعنی اینکه اون قسمت هایی که مثل خود بازار سنتی یا منظورتون مثل اتحادیه شرط صنفی، امکان توسعه دموکراسیه؟ شرط امکان دموکراسی با علت دموکراسی، آه. این جایی که در موقع که به مقاومت در برابر دولت میپردازه، به شکلی ناخودآگاه ما با این تصویر روبروییم که هر موقع مردم یا بازار یا بخش خصوصی یا هر چیزی در برابر دولت قرار بگیره، اینجوری خوانده میشه که الزاماً در حوزه دموکراسی داره حرکت میکنه. و یکی از خلط هاست خودش به نظر من. خب ولی این در واقع بودن در پوزیشنی که در برابر دولت مرکزیه که مقاومت ایجاد میکنه، ممکنه معطوف به حفظ امتیاز باشه، یا مثلا اقتدار مذهبی گروه باشه، یا یه سلسله مراتب مثلا فئودالی یا چیزی شبیه به اون باشه، انحصار اقتصادی باشه که البته دوستان گفتن بهش اشاره کردن. ولی این گزاره مشخصی که میگه قدرت نباید یک سره در دولت متمرکز بشه که منم باهاش موافقم، به محض اینکه از این گزاره میخواد عبور بکنه به دلیل مقاومتی که به واسطه تجمیع یا تکثر اقتصادی شکل میگیره، اینجور این استنتاج رو داره به ما میده. یعنی خودش سریع به این مسئله نزدیک میشه، به گزاره دومی که عرض میکنم، که هر پراکندگی قدرتی کمک میکنه به دموکراسی، و اینه که در واقع پلورالیسم قدرت الزاما پلورالیسم دموکراتیک نیست. من با این مسئله به نظرم یعنی باش نتونستم راه بیام، ولی خب مثالهای زیادی که داره میاره همشون مهمن. حالا در بخش دوم در مورد ایران صحبت میکنیم، چون من مثالهای نقضش که میخواستم با خودم مرور میکردم بیشتر در کانتکست ایران بهش فکر میکردم.
ولی یه نکته‌ای داره کل مقاله، از همون پاراگراف‌های اول داره میگه که این قاعده‌ای که ما داریم میگیم و داریم در موردش مثال زیاد میاریم در کشورها یا در دولت‌های غیر نفتی هست، اقتصاد غیر نفتی دارن و در واقع این کلاً ما رو منفک میکنه. یعنی من بعد از اون گزاره‌ای که گفت عملاً دیگه دیدم که خب پس برای ما چی؟ یعنی منی که توی ایران زندگی میکنم چه استفاده از این میتونم بکنم؟ اون نکته‌ای که آقای هودشتیان عزیز گفتن در مورد اینکه دولت تضعیف بشود یا کوچیک بشه ولی نقش رگولاتوری خودش رو همیشه حفظ بکنه، این خیلی مهمه. ولی این در واقع این استنتاج مهمی که از این مقاله در بیاد نیست، از قبل بود واقعا. و من تصور میکنم مثلا جاهای دیگه هم فقدانی دیده میشه، مثلا در نظری درباره ماهیت دموکراسی توضیح نمیده که مثلا به شکل عمومی دموکراسی رو عمدتاً از منظر بقا یا رقابت و مهار دولت میبینه. این نگاه به نظر من یه نگاه سنت لیبرال نهادیه که در مورد مثلا محتوای هنجاری کم حرف میزنه به شکل کلی و این تقلیل میده، در صورتی که مثلا میاد میگه که دموکراسی یعنی اپوزیسیون وقتی که پول و رسانه داره در واقع در مسیر دموکراسی حرکت میکنه، در صورتی که مثلا برابری سیاسی شهروندان در شرایطی که مثلا رسانه در اختیار یک گروه یا اقلیتی باشن که پول و امکانات یا مثلا توزیع نابرابر قدرت داشته باشن و بازار، چجوری ما به برابری سیاسی شهروندان میرسیم؟ یا مثلا مشارکت برابر در برابر قانونگذاری، حقوق اقلیت ها یا مسئله عدم سلطه که جمهوریت یا جمهوری خواهان بیشتر بهش میپردازن رو چجوری توضیح میده؟ این به نظرم کم توضیح داده، نه اینکه در مقابلش باشه. و عرض کردم تقلیل قدرت به منابع اقتصادی بخشی از مقاله است که مثلا مسئله زنان، گروه های ملی یا مذهبی، رسانه های درون یک گفتمان مسلط یا مثلا این مسئله در به عنوان مثلا نرم هایی که در خارج از حوزه اقتصاد هستن رو بیشتر یعنی کمتر توضیح میده و این یکی از اون مسائل. و بخش دیگه هم ابهام در خود مسئله مفهوم بخش خصوصیه. در کل مقاله من اینجوری برداشت کردم که بخش خصوصی بعضی وقتا مثل یک بازیگر تقریبا یک پارچه‌ای در برابر دولت قرار میگیره، در حالی که ما میدونیم مثلا بخش خصوصی یه سوژه سیاسی واحد نیست واقعا. مثلا یه مغازه‌دار یا یه کارخونه‌دار یا شرکت فناوری یا بانک خصوصی حتی بین اینها تفاوت بنیادین وجود داره، چون منافعشون یکسان نیست، چون نسبت یکسانی با دموکراسی ندارن و به یه اندازه هم از دولت مستقل نیستن. ولی ما موقعی که اشاره میشه به مسئله بخش خصوصی در کل مقاله حدوداً میتونیم ببینیم که مشابه به هم هست، یعنی فلت شده این مسئله. خود مسئله آزادی هم با این که خیلی بهش پرداخته شده، به نظرم هر چیزی که خارج از فضای جناب چمن‌آرا رو یک دقیقه آخره بفرمایید. چشم. مقاله عمدتاً آزادی رو به معنای وجود فضای خارج از کنترل دولت در نظر میگیره، یعنی عموماً به این تقلیل پیدا کرده که من تصور میکنم این هم یکی از اون جاهاست که میشه بهش پرداخت. ولی من راستش بخواید چون بیشتر در کاربست نظری این مقاله برای خودمون در حوزه ایران بهش فکر میکردم، ایده هام و دیدگاه هایی که میشه در موردشون صحبت کرد رو میذارم برای بخش دوم. اونجا تصور میکنم بیشتر میشه در موردش حرف زد. خیلی ممنون. آره، ما میگم هنوز به ادپتیشن و اون در واقع ارتباط اون با وضعیت ایران ندیم، چون بالاخره ما کانتکست ما ایرانه که ممکن اینجا یه بحث کلی آکادمیک اینجا مد نظر نیست. ما داریم صحبت میکنیم تو کانتکست ایران ناچراب داریم. تو در ابتدا خود مقاله رو چیز کردیم که شما میگم چالش‌های من برداشت من از چالش‌های شما، حالا آقای هودشتیان هم سوال دارن، برداشت من این بود که در واقع فقط با وجود یک بازوی به اسم مثلا بازار آزاد الزاماً به سمت دموکراسی نمیره،
بلکه باید ساختار تا حدی مشخص بشه که این در چه جهتی میره که اون موقع این بخش‌های خصوصی هم میتونه توش معنی دار بشه. حالا میگم اون یه بحث سیاسی خاص خودشه. آقای هودشیان دستتون بالا کردین، در خدمتتون هستیم. در 1 دقیقه 2 دقیقه بفرمایید کامنتی دارید. آره مایکتون هم بسته است. مرسی که تشکر. این که بازار آزاد لزوما به دموکراسی نمی انجامه، برای من هنوز به شکل مشکل هست تاییدش، برای اینکه بسته به اینکه این بازار آزاد چقدر آزاده، چگونه آزاده. برای اینکه اگه بخوایم اشاره کنیم برگردیم به آدم اسمیت، زمانی که از آزادی در بازار صحبت میکنه نوعی از رگولیشن رو هم بنا میذاره و نوعی از دولت رو هم میگذاره. یعنی آدم اسمیت به اصطلاح میلتون فریدمن نیست، منظورم اینه که نئولیبرال نیست، بلکه معتقد است که نوعی از قدرت دولتی باید باشه یه سری کارا بکنه، حتی رگولیت کنه بازار رو، حتی در حد معینی. این مقاله از این لحاظ خیلی آدم اسمیتیه. اما من علت این که اجازه گرفتم این نکته رو بگم اینه که در ادامه صحبت‌های خوب جناب چمن‌آرا می‌خواستم بگم که این نگاهی که مقاله داره به نظر من در مقایسه با نگاه مکس وبری نسبت به تحولات تاریخی و نگاه مارکسی نسبت به تحولات تاریخی، یعنی historical evolution، خیلی بیشتر مارکسیه. حالا جودکی آرش نظرشو بده، نمیدونم آیا اونم همچین برداشت. یعنی من فکر کنم که همه مقاله داره میگه که انترپرایز و اقتصاد مبنای دموکراسیه. حالا خیلی پیچ و خم توشه ها، نمیگم فقط اینو میگه، خیلی به اصطلاح کش و خم داره، یعنی بالا پایین داره. این فقط اینو نمیگه، ولی خمیرمایش که بگیری شما اینطوری میبینی که مقاله داره میگه آقا شرط وجود یک جامعه آزاد زمانی است که شرکت ها بتونن به اصطلاح آزادانه دخالت کنن. درسته، بعد اونها حالا آزادی اینا رو بحث میکنیم دیگه، اون نکته آدم اسمیت اینا وارد بحثه. ولی برای اینکه شرکت ها وجود داشته باشن و فربه بشن و در کنار یا در مقابل دولت بیستند، خب اقتصاد باید بارور بشه. هیچ کلمه ای از فرهنگ و پرورش فرهنگی، نهادهای فرهنگی من ندیدم، شاید من به چشم نیومده، ولی اینو خوبه که حالا بچه دوستان صحبتشو بکنن. اینه که ما در تقابل بین مسئله نگاه مکس وبری و نگاه مارکسی این تفاوت رو می‌بینیم. من فکر کنم این مقاله با وجودی که مارکسیستی نیست، ولی این برداشت از تحولات تاریخی مارکسی رو تو بنمایش هست. بله، در آخر مقاله مخصوصا این مورد شما رو آخر مقاله اشاره میکنه. آقای جودکی شما دستتون بالاست، بعدش به امید میپردازیم. بازم مایک بسته است. الان درست شد. پاراگراف یکی با آخر عطا در حقیقت همون خودش کلمه رو استفاده میکنه توش، یعنی که میگه the elective affinity between capitalism and democracy، یعنی هیچ مبنایی بین این دوتا نمیذاره، فقط همین مسئله همین افینیته سلکتیوی که بین این دوتاست. و بعد اگه توجه کردی حتما اینه که در مقاله مثالایی که میاره در دو با کنار گذاشتن دولت‌های نفتی در دو شکل گوناگون جامعه است. یکی جایی که واقعا دموکراسی پایگاه داره و نهاد داره و در حقیقت نهادینه شده، بعد اونجا خطرهایش میده که میتونه مثلا چه خطراتی برش داشته باشه، کم نفوذ دولت، و یه جایی ما با بخش خصوصی روبرو هستیم ولی با نهادهای دموکراتیک پاورجا روبرو نیستیم. و اونجاست که اون مثل روسیه، مثل ترکیه، این مثالایی که میزنه در حقیقت بازم برمیگرده به همین افینیته سلکتیوی که باید بین اینا باشه. و اون قسمتش که شاید خیلی آدم اسمیتیه بیشتر،
مسئله انگشت میذاره روی قوانینی که باید از پروپریته پریوه، از مالکیت خصوصی دفاع کنن و اینو در برابر سرکشی‌های دولت یک قانون وجود داشته باشه و در کنار اینکه باید قانون وجود داشته باشه، دست خیلی نکته مهمی که بهش اشاره میکنه وجود در حقیقت بخش بوروکراتیک مستقله، یعنی بوروکراتیک تابع عوض شدن حزبای سیاسی نیست، بلکه خودش به عنوان یک پایگاهی که هست و فقط اون خیلی عمومی داره روش تاثیر میذاره و بعد نگاه میکنه جاهایی که این مستقلا خیلی بهتر عمل میکنه تا جاهایی که وقتی که انتخابات میشه اینا رو عوض میکنه. مثلا توی فرانسه بهتر میدونید اینا میمونن، ولی توی آمریکا ممکنه عوض شه. اینا رو هم توجه میکنه. من فکر میکنم اینو باید در نظر گرفت که خود این مقاله روی رابطه این دو تا رابطه نه علت و معلولی بین دموکراسی و سرمایه‌داری، بلکه اون نزدی افینیته سلکتیوشون و در دو بافتارهای گوناگون، جایی که دموکراسی نهادینه شده و جایی که نشده رو اشاره می‌کنه. بله اون بیوکراتیک مستقل به قول معروف کلمه کلیدی این مقاله است که ببین آرش، اگه تو اینو علت معلولی نبینی و چی میخوای ببینی؟ درست این افینیته یک علت معلولی به وجود نمیاره. بالاخره یعنی میخواد اینطوری بگه که بدون کاپیتالیسم دموکراسی نخواهد. این حالا دموکراسی یونانی نمیگم، ما دموکراسی فعلی بدون کاپیتالیسم جایی که دموکراسی هست ضعیف میشه. اینجوری باید فکر کرد. علت معلول برای همین روش تاکید میکنه همون پاراگرافی که گفتم. در حقیقت وقتی میخواد بگه که این هستن ضعیفش میکنه بدون که اینا با هم علت معلولی باشن. یعنی دموکراسی، برای همین من اومدم سعی کردم اونو در یه چشمانداز بزرگتر توکیل، چون به نظر توکیل این چشماندازو میده حتی جلوتر، یا میتونیم بگیم از یه طرف دیگه بتونیم فکر کنیم شاید خود اندیشمندی که الان خیلی مطرح‌تر میشه، الان بهتر میشه بهش فکر کرد، جان استوارت میل، که اونم در حقیقت خیلی تحت تاثیر توکیله از این نظر، میدونی؟ یعنی این دوتا رو باید بدون دموکراسی کاپیتالیسم دموکراسی تضعیف میشه. بله، ما نظامی نداریم که کاپیتالیستی نباشه مگر مثلا کره شمالی. میخوام بگم تنها چیزی که وجود داره اولا در سراسر جهان به غیر از یکی دو تا استثناء، ایران که کاپیتالیستی وحشیانه است و بدون مثلا یکی دو تا جدا از یکی دو تا استثناء ما مواجه هستیم که همه جا کاپیتالیسمه ولی دموکراسی نیست. آره، کاپیتالیسم ضعیف، دموکراسی ضعیف. در حقیقت جایی که تو کاپیتالیسم خیلی وحشتناک هم داری ولی دموکراسی نداری، یعنی کاپیتالیسم به خودی خود ایجاد دموکراسی نمیکنه، برای همین علتش نیست. کاپیتالیسم وحشتناک داری ولی دموکراسی کجا؟ مثلا تو همین روسیه رو نگاه کن، خود ایران تو ما با یه جایی که کاپیتالیسم دولتی داریم، خصوصا دولتی نمونه‌هاش خیلی ببین به هر حال جان کلام اینه که کاپیتالیسم و سرمایه‌داری رابطه علت و معلولی دارن. یه رابطه چیز دارن، همنشینی دارن، علت و معلولی نیست. حالا چرا اینو میگن؟ بخاطر این بدون سرمایه‌داری نمیتونی تصور کنی هیچ شکلی از دموکراسی وجود داشته باشه. خب آقای دکتر، این الزاما علت و معلول نمیتونه باشه. کاپیتالیسم میتونه بستره رو قاعدتا ایجاد بکنه که دموکراسی توش رشد بکنه، ولی الزاما علتش نیست. آره، بدون اونم این نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی بستره لازمه. یعنی کاپیتالیسم دموکراسی رو باید رشد کنه. بهروز جان بفرمایید. آقا بهروز شما خواهی میکنم. خودش به صراحت میگه که شرط لازمه ولی کافی نیست. یعنی که یعنی اینکه علت و معلولی الزاما نمیتونیم در نظرش بگیریم ولی میتونیم بگیم علتش هم هست، یعنی بینابینه. واقعا من تصور میکنم بخشی از درکی که آقای یهوداشتیان دارن از این منظر درسته، ولی اون نکته هم که آرش جان میگن هم درسته واقعا. نه، من اینو میخوام بگم هیچ دموکراسی به غیر از دموکراسی یونانی و غیره جاهایی که جوانه هاش بوده، در ایران خیلی قدیم هم میگم بودی جوانه، اونا بگذاریم، در عصر حاضر هیچ دموکراسی بدون وجود شکلی از کپیتالیسم وجود نداره.
قبول داریم یا نداریم؟ یعنی من میخوام بگم حتی هر شکلی از دموکراسی به اصطلاح خیلی ضعیف در روسیه یا دموکراسی خیلی پیشرفته در انگلستان و فرانسه و فلان، هر شکلی. به عبارت دیگه به طور مستقیم اگرم شما بفرمایید که علت معلوم نیست، عملا علت معلومه. عملا علت معلومه. حالا مثلا این بحث البته اینجا من نکته دارم. بفرمایید. یه مقدار ببخشید چون وقتمون محدوده، ما وارد کانتکست ایران نشدیم. باشم این مسئله‌ای که فوکویاما اشاره میکنه به عنوان تعادل بین بخش خصوصی و بخش عمومی، ریشه اون صحبت‌های شماست که حالا میگم این ربط میخوایم بازش بکنیم، خیلی باید این قضیه پیش بریم. خب حالا توی بخش دوم اتفاقا صحبت‌هایی که امید قراره بکنه به بخش دوم بیشتر مربوطه، واسه اینکه امید در واقع این مقاله رو نه تنها به عنوان یه پایگاه در نظر میگیره، بلکه با توجه که برداشتی که من از مقالش کردم در واقع یه پاسخیه که کوروش اگه امکان داشته باشه من چند سوال طرح بکنم دوستان، با اجازه دوستان، به خاطر اینکه نمیتونم تو جلسه باشم متاسفانه، برای اینکه فکر کنم بحث همونجوری که دکتر هودشتیان بهش اشاره کرد این مقاله بحث خیلی مهمی هستش به هر حال به نوع خود و به خاطر گزاره دموکراتیک ایران. من فکر میکنم که اون چیزی که به چند سوال هستش که در حقیقت اینو باید تفسیر کرد به عنوان در حقیقت کپیتالیسم رو باید در چارچوب قدرت مادی باید تعریف کرد. این قدرت مادی در حقیقت به چه صورت هستش و همونجوری که جناب آقای هودشتیان اشاره کردن ما نمیتونیم در فضای امروز اینو دیکوتومیزه بکنیم، ولی آن چیزی که هستش اینه که این قدرت مادی چطوری میشه کنترل بشه. برای از اونجایی که من تجربه دارم، زندگی کردم به صورت تجربی، اون چیزی که برای شما صحبت کردین آقای دکتر هودشتیان به عنوان controlled capitalism هستش که تو ویلفر استیت تعریف میشه، که به هر حال سعی میکنن که دولت داره سعی میکنه که بتونه از قدرت مادی در حقیقت استفاده بکنه به allocation of economical resources که در حقیقت اون چارچوب اون structure جامعه رو نگه داره که بتونه توازن‌ها بتونه به وجود بیاد. بحث این قسمت دوم هم که من فکر کنم خیلی مهم باشه، بحث پرایوت سکتور و در این چارچوب پرایوت سکتور و پابلیک سکتور هم تو اینجا معنی پیدا میکنه و اساساً در حقیقت پرایوت سکتور خودش یک مکانیزم برای کنترل میشه در حقیقت عنوان کرد و این در حقیقت اون چه در حقیقت اپورتونیتی، چه موقعیت هایی ایجاد میکنه که بتونه در حقیقت گروه هایی که قدرت رو ندارن بتونن رشد پیدا بکنن. خب این مسئله برها برای ایران هم خیلی مسئله مهمی هستش و در حقیقت این که در بحث بعدی من فکر میکنم که آن چیزی که خیلی مهم هستش که باید تمرکز روش بکنیم و در این چارچوب در حقیقت به عنوان بازسازی اقتصادی ایران economical reconstruction ایران هستش و در نهایت من فکر می‌کنم که آن چیزی که خیلی مهم هستش که این در حقیقت تعریف این در قانون اساسی به چه صورت هستش که بتونه توازن‌هایی که شما بهش اشاره کردین بتونه پدید بیاره که در حقیقت قدرت در حقیقت بین قدرت حاکم و قدرت در حقیقت مادی که وجود داره که ما نمیتونیم اونو حذف بکنیم چطوری میتونه هماهنگی پیدا کنه و ترتیبات این به چه صورت هستش. به هر حال خیلی ممنون. امیدوارم که بتونیم این بحث رو در آینده و جلسه دیگه بتونیم صحبت بکنیم. به هر حال من خداحافظی میکنم برای اینکه بعد برم. خیلی ممنون. پرسشات من متوجه پرسشات نشدم کامل. یعنی الان کردی چند تا ابزرویشن دید؟
منظورم اینه که بحث کپیتالیسم رو باید در قدرت مادی باید تفسیر کرد، بدین معنی که economical structure یک structure هستش که وجود داره و اون در حقیقت اون قدرتی که در سر کار هستش از این میتونه استفاده بکنه یا میتونه کنترل بشه، همونجوری که توی این در حقیقت توی به خاطر اینکه یک ایندیپندنسی هم داره دیگه پرایوت سکتور و اینکه قدرت حاکم نمیتونه تمام قدرت اقتصادی در دست بگیره، به خاطر اینکه این هم دقیقا به اتاریتاریانیسم میتونه برسه. به هر حال سر این موضوع بودش که من خواستم صحبت کنم. حالا امیدوارم که فرصت بشه که بتونم بیشتر خودم توضیح بدم. به هر حال توی مقاله ها صحبت شده و اون چیزی که به هر حال توی این مقاله که بعدی هستش و الان به سطح در حقیقت evidence based approach اومده نشون میده که در حقیقت این در حقیقت ری-اینتگریشن ایران فقط برای ما در حقیقت مهم نیست، برای جهان غرب به خصوص اروپا خیلی مهم هستش و اینو تونستن نشون بدن. به هر حال این موضوع هستش که این توازن به چه صورت هستش و در نهایت من فکر میکنم که این توازن در حقیقت و بازسازی اقتصادی تعریفش باید در قانون اساسی جدید ما باشه. به هر حال خیلی ممنون. مرسی. مرسی. درود دوستان، خیلی ممنون. مرسی. به حال منم سوال رو دقیقاً متوجه نشم، یک توجهاتی امید داد که در واقع بحث رو میتونه بازش بکنه. حالا ما تو بخش دوم در ساعت دوم در واقع حدوداً 50 دقیقه باقی مونده دوستان عزیز، میخوام یه مقدار برسیم به یه مقدار بحث رو فراتر ببریم و اداپت بکنیم با شرایط ایران. همچون که دوستان برخی از دوستان به نوعی مثل آقای شمنا رو اشاره کردن، وقتی که به شرایط ایران میایم میبینیم که اساساً وضعیت به گونه‌ایه که اساساً حتی شروع این قضیه که چجوری پرایوت سکتور بتونه بازویی برای دموکراتیزه شدن ایران باشه، حتی شروع اون قضیه دچار اشکاله. از نقطه ابتدایش این که دولت اولا زیاد وابسته به پرایوت سکتور نیست مثل بسیاری از کشورها، یعنی بر اساس مالیات و اینا الزاماً دولت قدرتش رو ثروتش رو کسته میکنه، بلکه یه پتروستیتیه که یه شیر نفت داره میفروشه، حالا با تحریم بدون تحریم راشو پیدا میکنه، راشو تا حالا پیدا کرده، فروخته و در واقع منابع اقتدار خودش رو حتی اون گروه سرکوب و امثال اون رو نه تنها در حوزه کشور ایران بلکه خارج کشور ایران پیدا میکنه و در واقع اون رو تبیین میکنه. مسئله بعدی مسئله بروکراسیه که بروکراسی در واقع یه نوع بروکراسی ولاییه اساسا در درون ایران که با نظارت استصوابی و نهادهای مستقلی که برای دولت کار میکنن، این مستقل هست متو برای دولت، همون قضیه خصولتی و اینا. بنابراین این باعث شده که در برابر این نه تنها این شرکت های به اصطلاح خصوصی سد راه استبداد نباشن، بلکه همون که آقای هودشیان گفت کمک میکنن که تو این مقاله به نوع اشاره میکنه به اون کشورهای پسا استعماری آفریقایی، بهش اشاره میکنه که چجوری اینها در واقع به حمایت وضعیت استبدادی در میان. بعدش هم وجود اساساً ساختار مذهبیه که در واقع یه نوع مشروعیتی رو برای بسیار از قوانین مثلا ایجاد میکنه دولت با مفاهیم و سیاست هایی که در واقع نهادینه میکنه. مثلا مثل این مسئله فساد فی الارض. فساد فی الارض یه چیزی نیست که بر اساس عقلانیت و گزاره های بشری باشه. فساد فی الارض بر اساس اینه که مثلا قرآن چی گفته و اینا و با تعبیراتی که در واقع مجتهدین و اینها دارن اون تبدیل میشه به حکم قانونی، تبدیل میشه به حکم قضایی و غیره. بنابراین شما وقتی اینا رو میبینین، حالا شما مثلا بیاین بگین که خب ما توجه بکنیم به بخش خصوصی، یه دفعه میبینین بخش خصوصی میشه بستنی میهن
که چیزاشو مینیبوساشو در اختیار نیروی سرکوب قرار میده که آدما رو بدزدن و شکنجه کنن. این میشه بخش خصوصی. بنابراین شما در یک وضعیت اولیگارشی که خیلی اتفاقا پیچیده تر از اون وضعیت پوتین هست، پوتین حداقل یه نظم و انضباطی رو با توجه به اون قدرت مرکزی که خودش درست کرده ایجاد میکنه. این اون نظم و انضباط هم نداره، اینا فقط دارن با همدیگه همزیستی میکنن. بعد حالا توی این میخوایم مثلا بگیم که این ما مثلا وجود بخش خصوصی میتونه در واقع عاملی باشه برای دموکراتیزاسیون ایران، به نظر من نمیشه. بنابراین برمیگرده به حرف امید. اتفاقا من میخوام ربطش بدم به حرف امید که در واقع بازسازی از نوع اقتصاد هستش که اساسا اقتصاد چگونه باید بازسازی بشه در پناه قانون اساسی. بعد اون موقع حالا تو مقاله امید اگه توجه کرده باشین نکات جالبی رو داره، یعنی میگه این قضیه الزاماً بر مبنای آنچه که تجربه بشری هست کفایت شاید نکنه، شاید روش‌هایی باشه که این مسئله رو حتی تسهیل بکنه. اشاره میکنه به SDG، یعنی به عنوان یک قطب نماهایی که این قطب نماها در واقع بدون اینکه شما وارد یک فضای سیاسی بشین که بگردیم ببینین کدوم حزب سیاسی داره راست میگه، این قطب نماها در واقع بر مبنای نظم جهانی، بر مبنای اون چیزی که به هر حال کشورهای جهان دارن در اون مسیر حرکت میکنن، اهدافی رو در نظر میگیره که وجود این قطب نماها درون قانون اساسی در واقع وضعیتی رو به وجود میاره که نه تنها کشور ایران رو در واقع به سمت توسعه، اون چیزی که حالا توسعه در مفهومی که حالا فوکویاما میگه، به حرکت در میاره، بلکه وارد یک فضای جهانی میکنه که همراهی و پشتیبانی اونها رو هم حتما وجود خواهد داشت. بنابراین در این بخش اون مقاله امید در واقع برای اینکه در واقع پاسخی به این بده، یعنی پاسخی بده بگه آقا این کپیتالیسم رو اگه شما میخواین در نظر بگیرین که دموکراسی رو قوی بکنه، خب این کپیتالیسم رو بایستی ابجکتیفای بکنید. برای ابجکتیفای کردن اون امید به دو تا برخورد، یعنی به یک گزار دوگانه توجه میکنه. یکی گزار سیاسیه، اون چیزی که آقای چمن‌آرا به یه جورایی بهش اشاره میکنه که در واقع در اون گزار سیاسی احیای حاکمیت مردمی، آزادی‌های مدنی، اقتدار سکولاریسم عمومی، محدودیت‌های قانون اساسی و مشروعیت دموکراتیک توش توجه داده میشه، یعنی اون محتوای اون گزار در اینه. و دوم گزار نهادی و توسعه است. یعنی توجه بکنید که دموکراتیزاسیونی که آقای چمن‌آرا قربانش، دموکراتیزاسیونی که در واقع در بستر توسعه تعریف نشه الزاماً به نتیجه نمیرسه. چون شما که نمیتونین دموکراتیزاسیون مثل قرص فرموله بذارین تو جامعه کار کنه. شما باید یک روندی رو به کار ببرین که جامعه به سمت دموکراسی حرکت بکنه. پس توسعه باید حتما بخشی از اون باشه که اون موقع توی مفهوم توسعه اشاره به بازسازی ظرفیت‌های دولت، state capacity، خود حاکمیت قانون که حالا فوکویاما به یه نکته جالبی مثل habit of law abidement، یعنی عادت قانون مداری، یعنی جامعه‌ای که شما قانون بلای مردم بوده، شما نمیتونید انتظار داشته باشین که جمهوری اسلامی بیافته فردا مردم نوکر قانون بشن. خبرها نیست. شما باید یک روشی داشته باشین که جامعه رو به اون سمت سوق بدی. پس بنابراین این مسئله توسعه و بالاخره تولید جامعه مدنی و شیوه‌های توسعه پایدار که همچون گفتم SDG میتونه کاملا بخش مشخصی از اون باشه، میتونه این قضا رو در وضعیتی ببره که در واقع ما در یک پروسه‌ای این قدرت موجود رو که یک قدرت پاتریمونیال هستش رو ما بتونیم به سمت مدرنیزاسیون با شناخت ببریم، نه با انتزاع، نه با چیزی که مثلا فرض بکنیم اینجوری هست و بعدش هم فرض بکنیم اینجوری از آب در میاد، بلکه ببینیم که شرایط موجود اجتماعی ایران چیه
و بعد بر مبنای ابزارهای نوین در واقع ساختاری رو تعیین بکنیم که اون بره. و این ساختار، اون چیزی که حالا امید خیلی بهش اشاره میکنه و منم بسیار بهش تاکید میکنم، این ساختار از لحظه سقوط جمهوری اسلامی ایجاد نمیشه، بلکه این ساختار پایه‌هاش از قبل از اون با ایجاد پیشانهادها و ایجاد فضایی که در واقع اون مشروعیت رو برای مردم بیاره، که اون ظرفیت استیت کپاسیتی، اون استیتی که شما قراره که به عنوان دولت موقت یا هر چی میخواین درست بکنین، اون باید به صورت ابجکتیو برای مردم معنیدار باشه. مردم میگن آقا این دولت موقت قرار نیستش که مثلا بیاد همه کارهای ما رو درست کنه. دولت موقت کارش اینه که قدرت رو تحویل مردم بده. پس مردم باید یه فهمی داشته باشن برای مشارکت در قدرت. خب اینا این مفاهیمی که قبل از سقوط جمهوری اسلامی باید به وجود بیاد، به جای اینکه ما فرض بکنیم وقتی جمهوری اسلامی بود همه اینا رو ما ردیف میکنیم. این یه در واقع پاسخیه که البته قابل توجهه که یه مقاله دیگه ای هم به ساپلیمنت امید در اینجا اشاره میکنه که اون مقاله فوکویاماست که در واقع transition to rule of law، یعنی گذار به حاکمیت قانونه، که میدونین که فوکویاما خیلی ریشه قضیه رو نگاه میکنه و اشاره میکنه به مسئله ریشه های مذهبی و دیکتاتوری، ماهیت دیکتاتوری مذهبی، که در واقع رهبریت های اون به جای اینکه خودشونو مطیع قانون بکنن، خودشونو صاحب قانون و کنترل کننده نامحدود قانون میدونن. و همچنین در برابر این اون وقت فوکویاما صحبت به گذار مدرن یا مدرنیزاسیون میکنه که در واقع محتوا میده و معنا میده به اجماع سکولار و دموکراتیک و اون مسئله عادت قانون مداری که در واقع به نوعی در واقع با ایجاد نهادها کم کم این عادت به قانون مداری به مردم داده میشه که مردم متوجه بشن چگونه در قانون مشارکت بکنن، در تولید قانون و در نهایت تولید چیز. و حالا اینها مواردی بود که من خواستم ارتباط بدم، چون آقای جودکی گفتن که من ربطی ندیدم بین اون صحبتایی که امید داد، مقاله امید و این مقاله. من گفتم این مقاله در واقع پاسخی به اونه، به خاطر اینکه این مقاله اون قابلیت رو نداره که در رابطه با کانتکست ایران اساسا بتونه اون ادعایی که در رابطه با عضله دموکراسی میکنه رو در واقع جامعیت بده، نمیتونه بده. بنابراین امید اومده از یک نگاه ساختاری به این مفهوم اقتصاد با یک ابجکتیویتی همونجوری که خودش گفت مادی داره بهش توجه میکنه. این برای شروع بخش دوم من خواستم اینو مطرح بکنم که شما وارد کانتکست ایران بشین و ببینین که چجوری این مقاله رو میخواین به در رابطه با ایران چه در واقع توجه بدید. آقای جودکی بفرمایید. حتی شروع کن تو الان. مطمئنی؟ والا من در مورد ایران اگه بخوام از تاکفیل شروع بکنیم، یعنی از دموکراسی اجتماعی فرهنگی که پیش از اینکه قدرت بخواد به اون یک جهتی بده و ساختارمندش بکنه و در چارچوب و قالب قانون درش بیاره، او میگوید که اصولا این دموکراسی یعنی احترام متقابل، فردیت، آزادی فردی در جامعه وجود داره. فرانسه هم که در واقع وظیفه‌اش این بود که این آزادی رو با عدالت ممزوج کنه، چون اونجا عدالت خیلی اگالیته، عدالت، برابری خیلی خیلی مهم بوده. اصولا اینطوری بوده. این تضاد معروف بین سوسیالیسم و لیبرالیسم همینه. لیبرالیسم هرچی بیشتر به فرد و آزادی فردی توجه میکنه و سوسیالیسم هرچی بیشتر به عدالت و برابری بین انسان‌ها. در مورد ایران مشکل این هستش که این فضایی که توکفیل عنوان میکنه توی به اصطلاح سطح جامعه ما به سختی وجود داره، نه که اصلا نیست. به خصوص جامعه‌ای که حالا جنگ دوم رو داره میبینه و سرکوب‌های بسیار زیادی رو در دیما در ادوار متعدد توی این یک دو دهه اخیر خصوصا مشاهده کرده و هرچی بیشتر یک جامعه خفقان زده است، یعنی به خود فرو رفته، اندکی ناامید، و زمانی که امید بهش برمیگرده انفجاری میشه.
جامعه انفجاری. اون تعادلی که بین نهادهای اجتماعی و مردم میتونه وجود داشته باشه که یک دموکراسی ساختارمند رو بتونه عرضه بکنه، تو چارچوب جامعه وجود نداره یا به سختی وجود داره. برای همین من پیشنهاد خودم و فکر خودم این بوده که ما در مورد ایران باید برگردیم به در واقع دموکراسی سیاسی، دموکراسی الیت‌های سیاسی، دموکراسی دولتی، که این دموکراسی دولتی که لغت خیلی ناپسندیه، در واقع منظورم این هستش که اگر جامعه این موقعیت و ویژگی رو نداشته که وارد این فضا بشه، بلند پردازی بکنه، بخواد بره به سمت امیدهای بزرگ و بالا بلند، به خاطر سرکوب این امکان نداشته، یک الیت سیاسی در طول این دهه اخیر به وجود آمده که اندکی بیشتر به فهم دموکراسی رسیده، نه اینکه کامل باشه، نه اینکه ممزوج با استبدادگری در آنها نباشه، در خود اونها هم استبدادگری، حذف‌گرایی و به اصطلاح انواع اقسام تصاحب وجود داره که من میخوام فضا رو اینا وجود داره در واقع که میتونه به استبداد برسه. اما درک ویژه‌ای از قانون و قانونگرایی از بالای هرم، از یعنی نزد به اصطلاح الیت سیاسی در طول 20 سال اخیر به وجود آمده. این به خاطر این در مقایسه با دوران اخیر، دوران عوض بکنم دوران قدیم، یعنی دهه آغازین انقلاب که تقریبا همه ناظران، روشنفکران، قلم به دستان استبداد رو ترجیح میدادن و نام اون رو نگشودن استبداد، نامش رو گشودن یک دولت قوی که بتونه در برابر هرج و مرج بیسته و در برابر به خصوص امپریالیسم جهانی بیسته. از نویسندگان و اینا بگذاریم و غیره. امروز این عوض شده، همگان به این درک رسیدن که این به اصطلاح تحمل، بردباری، پلورالیسم، احترام متقابل اهمیت داره و به این لحاظ من فکر کنم که ما چون اصلا این مقاله نمیخوره به ایران از این لحاظ که امکان بالا پر دادن به بخش خصوصی نداریم، بلکه در به اصطلاح موقعی که قدرت عوض بشه البته میتونیم این رو به وجود بیاریم، 100% در این مسیر باید حرکت بشه. اما دست به نقل دولت الیت‌های دموکراسی خواه گام نخسته که این دولت دموکراسی به اصطلاح دموکراسی خواهان باید بتونن از طریق نهادسازی و ارتباط پیوسته با مردم حرکت دموکراسی خواهی اجتماعی رو گام به گام افزایش بدن. من اینطوری میبینم. مرسی. خب آقای دکتر، خدمت شما عرض شود که این که شما گفتید که دولت قدرتمند به وجود آورده در برابر امپریالیست جهانی، خب این یه دیدگاهی بوده که در زمان خودش به علت نگاه‌های بسیار استقرارسدار ایدئولوژیک و افرادی که در واقع اساساً جریان‌های انقلابی رو بر مبنای ایدئولوژی هاشون در واقع توجیه و تفریم می‌کردن، خب این کاملا معنی داره. ولی همونجوری که شما امروز گفتین، این نگاه ایدئولوژیک هر چقدر که هنوز دایه‌دار داره، یعنی من می‌بینم تو اپوزیسیون ایرانی اون کمونیست کارگری، نمیدونم گروه‌های چپ، اینها هنوز به قول معروف مدعی هستن، اما شما می‌بینید در جامعه بازخورد نداره، یعنی اساساً نمیتونن جنسشون رو بفروشن. پس بنابراین اینی که در واقع نگاه به دولت به عنوان یک عاملی باشه که در برابر به عنوان یک منشأ ایدئولوژیکی در برابر یک ایدئولوژی دیگه وایسه، مثلا چه میدونم سوسیالیست در برابر امپریالیست، شما اینو عملا تو جامعه ما به طور عملی نمیبینید. ولی در این حال چون جامعه تشخیص داده که در واقع جنس قدرت چیه، جنس قدرت یه جنس مذهبیه با اقتدارگرایی که در واقع در برابر چه میدونم طاغوت و سلطنت و پادشاهی اینا وایستاده و بلند شده، اینو از بین برده. حالا جامعه اون چیزی که خود جامعه داره نمو میکنه یه چیزی برخلاف اونه. برای همین هم در واقع دریافت جامعه به نظر میرسه
در محتوای قدرت اینی که ما اون قدرتی رو قبول داریم که مثلا از این جنس نباشه، ولی اینی که بتونه در واقع یک تفهیمی از قدرت برای خودش به وجود بیاره که بتونه بگه که بدیلش چی میتونه باشه. من توی جریان‌های فکری اجتماعی ندیدم. حالا ممکن تو ایندیویدوال بتونیم با 4 نفر صحبت بکنیم بفهم. پس بنابراین صحبت اینجا به وجود میاد. این مسئله دموکراتیزاسیون که حالا توی این مقاله بر مبنای اقتصاد آزاد داره مطرح میکنه که بخش بسیار مهمش هم هست، خب با توجه به شرایط امروز، نه با توجه به شرایط دیروز، با توجه به شرایط امروز چیه؟ حالا شما میگین چون شرایط تغییر کرده یه فهم بهتری وجود داره نسبت به اون. حالا من دردم اینه که من الزاما اینو فهم بهتر نمیبینم، اون داره شرایط موجود رو نفی میکنه. نفی شرایط موجود به معنای درک حاکمیت قانون نیست. یعنی وقتی که شما قانون رو معیار قرار ندین بلکه ارزش ها رو معیار قرار میدین، مثلا یه حزب سیاسی بگه آقا ارزش های سیاسی من درسته، اونای دیگه غلطن، اون باید حذف بشه، من باید بمونم. خب این که به معنای درک حاکمیت قانون نیست. این به معنای این نیستش که من مثلا سوسیالیست با اونی که لیبرالیست هستش دوتاییمون بیایم با همدیگه عقلمون بریزیم رو همدیگه، بیایم با هم قانونی رو بسازیم که هر دومون زیر اون قانون مطیع اون قانون باشیم. همچین فضایی که تو اپوزیسیون دیده نمیشه. الان تو همین کنگره آزادی ببینید ترجیحاتی مطرح میشه که این ترجیحات در واقع همدیگر رو نمیگم نفی میکنن ولی همجوری سایش میکنن، یعنی نمیاد اینو در یه قالب در نظر بگیره، بلکه میگه نه این مهمتره، اون میگه این مهمتره. و این به نظر من این نمود اون دیدگاه کلان از حاکمیت قانون نمیتونه باشه. حالا شما میگین بهتر شده، حالا میشه گفت به اون بدی ایدئولوژیک قبلی نیست، ولی الان هم بازم یه ایدئولوژیسمه، یه نگاه یه ادای دموکراتیک منتها بازم توش ایدئولوژیه. من بیشتر اونجوری میبینم. یعنی حرف اصلی اینه که آقای دکتر من پارادایمو هنوز در پارادایم حاکمیت قانون و پارادایمو در نگاه تولید یک سیستم که همه توش بتونن شمول بشن من گونه نمیبینم، بلکه افراد میخوان سیستم هایی رو درست بکنن که ترجیحات خودشون توش مطرح باشه. حالا یکی ملت مثلا کرد داره، یکی میگه من زنانه، یکی میگه یه ترجیحاتی داره اون در حالی که یک سیستمی که تو بتونی از توش فانکشن داشته باشی که بتونه نهادهایی درست بکنه که به تمامی این مواردی که چه موارد قومیه، موارد قشریه، موارد صنفی، تولید این سیستم نهادهایی باشه که بتونه اونو ترجیح بده، اون دیدگاه مد نظر نیست. یعنی من ندیدم هنوز. حالا اگه شما دیدید حداقل ظواهرش رو به من بگید که من بدونیم که خب وجود داره. آقای با این شرری که ما به وجود آوردیم آقای جودکی شما ببینید شما میتونید دنبال بگیرید. شر نبود، نه نکات خوبی است. حقیقتش اینجا الان دو مسئله است. شما مقاله امید جان رو به عنوان پاسخی به اون مطرح کردید و خواستین دلیل بیارید در ادامه حرفای امید که در پاسخی به اون به نظر من پاسخی به اون نبود، چون که وقتی شما دارین مسئله رو میگین که یکی از مسائلش اینه که ایران سیستم اقتصادیش به سیستم اقتصادی جهان وصل بشه، خب یعنی در همون سیستم اقتصادی کاپیتالیسم جهانی که وجود داره با قوانینی که وجود داره، قوانینی که رعایت میکنه مالکیت خصوصی رو، نقش دولت رو اینجوری نیست که هر جور که خواست اعمال کنه، خب در نتیجه اون در ادامه به جای اینکه پاسخی به اون مقاله باشه اتفاقا در راستای اون مقاله قرار میگیره، چون داره به اون نظم اقتصادی فکر میکنه که این نظم اقتصادی باید در یک چارچوب جهانی بین‌المللی اقتصاد قرار بگیره که یه سری قواعد داره و باید به اون قواعد رعایت کنه. بذاریم پس اینو تصحیح بکنیم زیاد سوء تفاهم نشه. منظور از این پاسخ به این معنی نبود که اینو داره فالسیفای میکنه، این داره میگه ردش کنین، نه داره میگه که میگه با این نگاه نمیتونین دموکراسی رو برای ایران در واقع رقم بزنین. یعنی این نگاه اصلا کفایت نمیکنه.
برای اینکه شما بتونید تغییر کیفی به وجود بیارید. بفرمایید. ولی خب باید بدونید نمیتونیم شما از یه مقاله جستاری وقتی که برای چیزایی که اصلا ابژکتیوش نبوده بهش کریتیک کنید. اگه مثلا داشت درباره مسئله ایران حرف میزد میتونستیم، ولی در این مسئله حرف نمیشه این چیزی گفت و من گفتم اتفاقا در راستای اون قرار میگیره. اما بحث بعدی که شما مطرح میکنید درباره گرایش‌هایی که وجود داره، خب این گرایش‌ها جزوی از همه یک جامعه متکثره و هیچ کدوم عیبی نداره. تو هر جامعه اگه قرار یک دموکراسی باشه باید توی اون دیدگاه‌های گوناگون باشه. شرط اساسی شاید همون مسئله شهروندیه. اون قسمت بحث فوکویاما رو میذارم کنار، چون یه قسمتی داره درباره یک جور قلتیویسم کولتورل نسبت به قانون. اون یه بحث دیگه است که از این حرف ما دور میره. اما اینکه ما اصولاً هر چیزی که قانون نامیده شده رو نمیتونیم قانون حساب کنیم. قانون برای اینکه قانون باشه یه سری پیش شرطا داره. یعنی این چیزی که در جمهوری اسلامی به اسم قانونه که قانون نیست. قانون که هر روز که دل بخوای باشه یه نفر بر حسب یه چیز اعمال کنه که و اکثریت مردم هم پشتش نیست، قانون نیست. این اسمش اربیتره، این قانون نیست. میدونید اینو به عنوان هر چیزی قانون نامیده، اصلا قانون یه شرایطی داره، در شرایط دموکراتیکی که هم وجود داره یه سری پایه‌ای داره که چجوری قانون گذاری انجام میشه و همه این حرفا. اما مسئله ایران و اگه برگردیم نه بذار موضوع در الان در نظر بگیریم، جلو نریم. این مسئله حاکمیت قانون به معنای نیست که ما قانون داریم یا میخوایم قانون بسازیم، ولی اساسا این درک سیستماتیک نسبت به قانون الان در اپوزیسیون من به طور ابجکتیو نمیبینم. منظورم این بود، یعنی شما باید برای یه سیستم یه تصویری داشته باشید، بعد روی اون تصویر با هم توافق بکنیم، بگیم خب حالا بیایم در مورد جزئیاتش مثلا بگیم چی کار بکنیم، چه جوری انجامش بدیم، مکانیزم و نقشه راهش چی باشه. من اونجوری نگاه نمیبینم تو اپوزیسیون. شما دارین آسیب شناسی اپوزیسیون انجام میدین یا دارین درباره جامعه ایران و مکانیزم درونی جامعه ایران صحبت میکنیم؟ این دو تا خیلی با هم فرق میکنه. یعنی شما اگه بخواید آسیب شناسی اپوزیسیون رو بیایم بذاریم یه بحث دیگه است، ولی نه من دارم صحبت میکنم از این وضعیت چجوری میخواید خروج پیدا بکنیم. میگیم وضعیت وجود داره، الان وضعیت استبداد مذهبی، شما میخواید یک بدیلی براش درست کنین، بگیم مثلا میخوایم از این استیت بریم به این استیت. حالا این استیت جدید مدرنیزم، اون پاتریمونیاله. خب باید یک تصویری درستی ازش بدین دیگه. یعنی اپوزیسیون در برابر پوزیسیون باید یه تصویری بده که این تصویر قابل فروش و قابل حذف برای جامعه باشه. قاعدتا چون موردی صحبت می‌کنیم، برگردیم مثلا به آخرین جنبش بزرگ سیاسی اجتماعی که در ایران اتفاق افتاده با شعار مشخص زن زندگی آزادی. این بستر یک جامعه قانونیه. شما نمیتونید این، یعنی اگه بیایم کاملا بهش بررسی کنیم، زن فراتر از همه چیزا نماد تمام تبعیض هاست، توش آزادی رو هم داره و زندگی. یعنی همه اتفاقا همه این سه تا سازنده این شعار رو نگاه کنین، این دشمن جمهوری اسلامی نیست، انکار جمهوری اسلامی. یعنی همه اون چیزی که جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی حکومت مرگندیش مرگخواه و اون قسمت زندگیش. یعنی اینو به عنوان ولی آیا این همین کفایت میکنه که تو سیستم رو، یعنی یک شکل شمایل رو برای خود تصویر کنی؟ یعنی آرمان داشتن همین کافیه؟ نه این آرمان نیست. شما دارین باید میخواین ببینین یک پویه یک جامعه چیه، خاصای یک جامعه چیه و بعد بر حسب اون باید اپوزیسیونی با خودش با اون شکل بده. این یه چیز دیگه است. یعنی شما اگه میتونین این پویه درونی جامعه رو ببینین، خب خیلی فرق میکنه. پویه درونی جامعه ایران هم همونجوری که همه جمهوری اسلامی که حکومت در حقیقت خیلی چنگانه، یعنی یک المانایی داره از یک دولت مدرن که توش مثل یه پارازیت بهش وصل شده، داره اونو شکلش از بین میبره. ما توی ایران یک ساختار بوروکراتیکی داریم که بیش و کم داره کار میکنه به طور مستقل. حالا اونایی که اصل کارن مثلا هم چیزایی مثلا دیوان محاسبات عالی کشور، این چیزا هستن که دارن شکل میدن، حتی با فشارهایی که بهش میاد داره کار خودش انجام میده. مسئله اگه برگردیم بازم به توکفیلی نگاه کنیم و رابطهش با برگردیم جامعه ایران با همین مقاله‌ای که اصل مسئله‌ای که ما دورش جمع شدیم، ببینید اون برابرسازی خاصه، اون ایگالیزاسیون دی کندیسیون که گفتم، در نهایت از زمان انقلاب مشروطه داره شکل میگیره و با مهمترین
عاملی که پیش اومده انقلاب سفیده. انقلاب سفید تمام ساختار سنتی جامعه ایران از بین میبره. یعنی ساختار سنتی جامعه ایران میره به طرف اتفاقاً اگالیزاسیون د کندیسیون. یعنی این اگالیزاسیون د کندیسیون یه فراینده، اینو باید در نظر گرفت. ولی در این فرایندی که قرار گرفت، همون موتور اصلی که این انقلاب رو انجام میداد، یعنی شاه به عنوان انقلاب شاه و میهن که اسمش گذاشته بود، خودش برخلاف اون انجام میداد. یعنی یکی از پیامدهای چنین فرایندی، اگه قرار مردم دیگه رعیت نباشن، اگه رعیت دیگه نباید رعیت باشه بلکه شهروند باشه، شهروند باید در حکومت نقش داشته باشه، یعنی صاحب قدرت باشه. و این چنین چیزی اتفاق نیفتاد. یعنی این یه تضاد درونی بین اون جامعه‌ای بود که خود شاه وجود داشت و طبقه متوسط باسواد تحصیل کرده و دستش هم به دهنش میرسید، ولی این فرایند برابرسازی خواست‌ها ترجمه‌ای پیدا نمی‌کرد در پیکره سیاسی کشور ایران. این پیکره سیاسی برخلاف این بود. حتی اگه بیایم برگردیم، عطاجان اشاره کردن درباره اول انقلاب، حتی برخلاف اون دیدگاه مارکسی که خیال می‌کنه حکومت نماینده طبقات بالاست، نماینده اونا نیست، بلکه با اونا یه نسبتی داره. ما در زمان سال 57 می‌دیدیم که قسمت کاپیتالیست ایرانی هم نمی‌خواست رژیم شاه دیگه، نمی‌خواست. همراهی بازار یا کاپیتالیسم برای این بود، برای که اتفاقا در سالهای آخر حکومت شاه ما با یک حکومت سوسیالیستی سلطنتی سر کار داشتیم. یعنی شاه خودش تصمیم گرفت که کارگرها الان باید در سهم کارخونه سهیم باشن بدون اینکه کارفرما روش نقشی داشته باشن. یعنی ما در حقیقت یه دولت کاملا سوسیالیستی داشتیم با همه تازه یه سری چیزایی داشت که دولت‌های سوسیالیستی نمیتونستن بدن. ملت نفتی بودنش پول داشت، ولی همون کیش شخصیت داشتیم و همون دولتی بودیم که تصمیم گرفت برای اقتصاد، یعنی قسمت بازار رو تصمیم میگرفت. یعنی شما میگین با بذل و بخشش شما نمیتونین در واقع سابجکتیویتی رو به مردم بیاری، یعنی نمیتونین بهشون موقعیت بدین، پول بدین، بگین خب بیانم سهمت، بیا انقلاب سفید این زمینات مال تو، بعد بگید خب دیگه شهروند شدی دیگه. این کفایت نیست. اصلا یه تضاد اساسی این جامعه‌ای بود که در حکومت شاه به وجود اومده بود، همین بود. یعنی اون چیزی که داشت برایش انجام میداد و همون که بستر اتفاقا این فرایند برابرسازی خواستگاه رو مهیا میکرد، در این حال خود شکل حکومت در برابر این قرار میگرفت و نمیتونست اجازه. این تضاد بود. حالا وقتی که مردم همون پویه میخواستن حرف بزنن، به علت اینکه زبان سیاسی مدرن رو نمیشناختن، زبان سیاسی مدرن یعنی زبان رپرزانتاسیون، چیزی که وجود نداشت. این زبان سیاسی مدرن رپرزانتاسیون تنها زبانی که بلد بودن چی بود؟ زبان اسلام بود. یعنی اون برگشتن اون زبان اسلام برای خواستایی که می‌خواستن بگن ولی هنوز زبونشون نداشتن، اون برای زبونشون شد. به ویژه که اسلام هم یک شکل مدرنی به خودش داده بود و مستضعفان جای مردم رو گرفته بود از این حرف. حالا اگه برگردیم بازم به آسیب شناسی طبقه الیت یا طبقه سیاسی اون موقع، هیچ کدوم طرفدار دموکراسی نبودن، خیلیشون دیکتاتوری پرولتاریا می‌خواستن. نتیجهش هم شد یه چیز دیکتاتوری پرولتاریای اسلامی که ازش حکومت جمهوری اسلامی اومد. ولی خب از این پویه این چند سال جامعه ایران که از آغازش از انقلاب، از جنبش مشروطیت، نه انقلاب مشروطیت و شکل‌های مختلفی گرفته تا به انقلاب اسلامی رسیده، با همه بالا و پایین شدناش، با همه پیامدهای شومی که داشته، خب یه سری پیامدهای دیگه داشته. این سطح آگاهی در جامعه ایران عوض شده. یعنی جامعه ایران به علت نداشتن آزادی یا به علت نداشتن شرکت، نداشتن سهمی در قدرت، اینو بهش فکر کرده که به این برسه و اینو توی جنبشش می‌بینیم. اینو باید در نظر بگیرین وقتی که می‌خواین آینده جامعه ایران رو ببینین، نه آسیب شناسی یک اپوزیسیون خیلی وقتا ورشکسته به قول آرام حسابی به تقصیر به علت. اینو نمیشه در نظر گرفت. من فکر کنم باید در چشم انداز کلی جامعه ایران نگاه کنیم. متشکرم. خب آقا اینم یه چالش میشه بعد که حالا پس point of departure کجاست؟ عملیات رو شما چجوری میخوان سوژگی رو به وجود بیارید؟ واقعا چجوری میشه این؟ منظورتون من نمیفهمم. ببین یعنی میگی که میگی ساختار به گونه‌ای، مثلا زمان شاه رو میگی ساختار به گونه‌ای بوده که حتی وقتی مثلا اون عامل که ایجنت سیاسی که مثلا خود شاه باشه وقتی می‌خواسته تغییر رو به وجود بیاره، تغییرات
خود تغییرات در برابر سیستم خودش بوده، یعنی نمیتونسته اینو در واقع نهادینه بکنه، عملا نمیتونسته. بنابراین میگیم خب نمیشه. حالا میگی که نتیجهش این بوده که جامعه اومده به سمت سنت ها، گفته اصلا که سنت و ورزش های سنتی مثل مذهب، ما میخوایم یه حاکمیت مثلا یه قانونی برای خودمون داشته باشیم. خیلی خوب، اینا هم فهمید. حالا مثلا شرایط به وجود اومده که توی اونم به شدت خیلی بدتر از سیستم قبلی توش ابتذال به وجود اومده، رو همین چیزای ارزش‌های مثلا اینا ابتذال به وجود اومده در قدرت. خب حالا شما میگین که به جای اینکه ما به اپوزیسیون نگاه بکنیم باید به جامعه نگاه کنیم. خب جامعه چجوری میخواد این قضیه رو حل بکنه؟ با همین که بیاد تو خیابون بگه زن زندگی آزادی؟ این جزء اون چیزی که شما دارین میگین اسمش اینه که در حقیقت ما داریم با یک جنبش خیلی طولانی در حقیقت روبرو هستیم، یه جنبش‌های اجتماعی سیاسی که در ایران داره شکل میگیره که هر کدومشون داره نوع روحیه جامعه ایران رو عوض میکنه که این هنوز بخواد به نهادهای برسه. حتی اگه به نهادهای سیاسی شکل نینجامیده، ما می‌دونیم که سانسیبیلیته یعنی روحیه جامعه ایران عوض شده. در حقیقت آخرین چیزی که داریم می‌بینیم همین جنبش زن زندگی آزادیه. این چیزی که در کل جامعه ایران می‌بینیم. این پویه شما اون عاملیت اون مردم دارن انجام میدن. شما باید این دینامیسم جامعه ایرانی رو ببینید در چه سمتی داره میره، چیه محوراش، چیه خاستگاهاش، چیه، و بعد بشه اون وقت راجع به اینکه آیا این اپوزیسیون در جهت این داره حرکت میکنه یا نمیکنه. خب اونو دیدیم. حالا این آقای لری دایموند میگه موقعیت سیاسی، یه موقعیتی رو جامعه نشون میده که به سمت مدرنیزاسیون میل میکنه. جامعه ایران بسیار خودش رو نشون میده که چقدر مشتاق مدرنیزاسیون هست. ولی مسئله آقای جودکی شرایطشه. لری دایموند میگه با شرایط رو برای این حرکت به مدرنیزاسیون، فقط اینکه روحیه جامعه اینو نشون بده عملا کفایت نمیکنه. یعنی شما نمیتونید بگین که جامعه با مودهای مختلفی که داره نشون میده در نهایت به اون سمت داره حرکت میکنه. من اینو الزاما با توجه به عملیات جمهوری اسلامی برای تخریب ایران، یعنی اون کاملا این تمدن رو داره نابود میکنه، حالا محیط زیستی، اقتصادی، چی داره نابود میکنه. من نمیدونم که مثلا جامعه چون مود نشون میده داره به اون سمت میره. من اینجا هنوز اون عملیات ساختارمند رو غایب میبینم. حالا شما میگین که این به صورت اجتماعی داره انجام میشه، یعنی ارگانیک داره انجام میشه. این اسمش پیکار شهروندی نه، اسمش پیکار پلیتیکه دیگه. شما اگه میخواید منتظر بشین که اول یه چیزی ساخته بشه بعد اون رو شکل بده نمیتونه. اون پیکار داره. پوینت اف دپارچرش چیه؟ حالا بریم با آقای هوداشتیان ببینیم آقای هوداشتیان پوینت اف دیپارچرش حداقل به نظر من پوینت اف دیپارچرش به دلیل اینکه ما در یه شرایط بسیار ویژه هستیم، همونطور که در بخش اول خودم صحبت کردم، ما در شرایط بالندگی اجتماعی نیستیم، در شرایط سرکوب همه جانبه هستیم و الیت سیاسی که در قدرت الان کاملا یه دنیای دیگر رو میبینه برای خودش، یه حوایج نفسانی دیگه در میخواد امام زمانی کار کنه. حالا عملا الان در شرایط موزی عملا باید چیکار که همین الان فرض کنین که رژیم افتاد و اگر مثلا یک ساختاری تو همین کنگره آزادی مثلا از این مسیر مدنی گرایی به سمت ایجاد یک ساختار جانشینی بره، بگن آقا ما میخوایم الان یک جریان درست کنیم، الیت بشه، چیز آلترناتیو مثلا وجود بیاد، این آلترناتیو قدرت رو میگیره و زمانی که این آلترناتیو قدرت رو میگیره بدون تردید حداقل در نظر از نظرگاه تئوریک و نظری پایبند موازین دموکراسیه. نکته ای که کوروش میگه درسته که اینا پایبند موازین دموکراسی هستن، اما عملا همدیگه رو میبلعن. یعنی عملا فضای دموکراتیک به وجود میاد و بعد مورد چالش قرار میگیره، اضمحلال میشه، دوباره به وجود میاد. من فکر کنم راهی غیر از این برای ما در شرایط فعلی با وجود واقعیت جامعه ایران راهی غیر از این نداریم که از این چالش بگذریم، یعنی از این چالش گذر کنیم، در مسیر این چالش بریم و این رو به شکل شکل‌گیری دموکراسی در ایران رو به شکل فرآیند ببینیم. یعنی یک روندی که به اصطلاح دراز اندکی راههایی رو باید بپیمایه. از کجا شروع میشه؟
از شکل‌گیری اون الیت سیاسی که مسئولیت دموکراسی سازی رو پذیرفته. حالا از منم بپرسین کیان اینا؟ من میگم قالب روشنفکران ایرانی، نظریه پردازان، ناظران، نویسندگان و منتقدین سیاسی ایران و فکری ایران به این درک رسیدن. از نظر ذهنی، در نظر عملی نرسیدن. هنوز رفتار در حوزه رفتارشناسی، نگاه به قدرت، نگاه به خودشون، نه هنوز کار داره. اما نسبت به 40 سال پیش که اینا انقلاب کردن، 47 سال پیش خیلی جلوان. یعنی باز اشاره میکنم، حرف تکراریه، اون زمان واقعا حقوق بشر، دموکراسی قرتی بازی بود. الان قرتی بازی نیست، الان یک اصل مسلمه. من میخوام به این توجه بکنم، اگر انتقال قدرت صورت بگیره، این انتقال قدرت ما رو مواجه میکنه با یک دموکراسی سیاسی که جوانب اجتماعیش رو باید پرورده بکنیم، برای اینکه زمینه‌هاش به نظر من در جامعه وجود داره. حالا من تو کتابم که 21 زمینه‌اش رو عنوان کردم به چه دلیلی، یکیش هم حضور زنانه که غیره و غیره، ولی مجموعاً به نظر من این زمینه‌ها وجود داره و این زمینه‌ها رو ما باید بیشتر، اون زمانی که قدرت سیاسی عوض میشه، اگر عوض بشه، در حال تئوری پردازی هستیم دیگه، اون زمان در واقع قدرت سیاسی که قانون اساسی دموکراتیک رو می‌نویسه و من فکر کنم قادر این کارو بکنه، قادر بنویسه، خیلی عملی دارم صحبت میکنم، اون زمان باید بتونه این رو نهادهای اجتماعی رو پرورش بده. من فکر می‌کنم که قدرت سیاسی دموکراتیک در آینده دارای چالش‌های بسیار بزرگ، تنش‌های بسیار بزرگ خواهد بود که این به سادگی ما رو همچنین خیلی آسوده به سمت دموکراسی نمیبره. بالا پایین بسیار بسیار زیاد خواهد داشت. البته اینا رو بر این فرض دارم میذارم که رژیم فعلی برود، که شاید نرود. حالا رژیم فعلی برود که وقتم دیدی ایران هم با خودش برد، یعنی اینجوری که پیشینیم وایسیم که خیلی اوضاع ریخته. آقای دکتر، من حالا یه چالش شدم که اتفاقا برمیگرد به همین صحبت آقای جودکی که در واقع من بذارم 10 دقیقه دیگه سر ساعت دیگه ما هم سر ساعت خیالتون راحت بشه تعطیلش می‌کنیم. ما مهمون داریم تازه میادم برای فوتبال فینال. بله دیگه، بله فوتبال. منم مهمون دارم دیگه. بله فوتبالیستم. خلاصه این 10 دقیقه آخر رو ما در خدمتتون هستیم. به حال صحبت واقعا من یه نگاه عملگرا میخوام داشته باشم به این قضیه. آقای جودکی میگن این مود جامعه، سنسیبیلیتی جامعه داره به لایه‌های مختلف داره خودش رو نمو میکنه و این خودش داره تغییر رو ترسیم میکنه به نوعی خود این مود جمعی جامعه. چرا؟ واسه اینکه مشکلاتش رو فهمیده، حالا میخواد از اون مشکلات عبور کنه. من اینو میفهمم، یعنی همون موقعیت که نشون میده. ولی در رابطه با شرایط یا کاندیشن که شما دارین میگین که خب قاعدتاً این به سمت یک دموکراسی سیاسی میره، من صحبتم اینجاست بدون به وجود آوردن ظرفیت دولت مداری یا state capacity، شما چطور میتونین این رو به عنوان دیفالت حساب بیارین؟ یعنی فقط به خاطر اینکه تکثر وجود داره ما میریم به سمت یک در واقع دموکراسی سیاسی؟ من اینو اتفاقا بدون ایجاد ظرفیت دولت، بدون ایجاد اون state capacity در واقع به طور طبیعی ناممکن میبینم. یعنی میگم درسته که مود جامعه اینجوری هست، ولی شما تصور بکنید که اگر یک عاملیتی برای حفظ و رگوله کردن قدرت، برای نهادینه کردن نهادهای قدرت وجود نداشته باشه، جامعه اتفاقا به سمت اتوماتیک به سمت پاتریمونیال میره، به سمت استبداد میره. این عادت جامعه است که یه قلدری بیاد قدرت رو تو دست بگیره بگه من به شما دموکراسی میدم، من به شما آزادی میدم، شما بشین سر جاتون بذارین من نظم رو به وجود بیارم. و از اونجایی که خیلی از این قلدرها معمولا در اقتدار و نظم قابلیت دارن، جامعه هم میپذیره، واسه که جامعه حالت دیگه‌ای رو تجربه نکرده. بنابراین در وضعیت بحران، در وضعیت بی‌نظمی، اون چیزی که جمهوری اسلامی مثلا بره و اینا، شما انتظار نداشته باشید که ما به سمت ساختار دموکراتیک بریم. چرا؟ واسه اینکه صداهای متنوع وجود داره. نه، درست برعکس، خلای قدرتی به وجود میاد که یه قلدری میاد و مردم هم تابع اون قلدر میشن. یعنی مردم ترجیح میدن در نظم باشن
به جای اینکه در آنارشی باشن. پس بنابراین اون قضیه استیت کپاسیتی یه مسئله بسیار بنیادیه که قبل از جمهوری اسلامی باید مطرح بشه، نه در زمانی که شما میگین که حالا بیفته. اینو چجوری میبینید؟ حالا در لحظات میتونیم این جلسه رو البته ادامه بدیم و در فکر میگفته باشه استیت بیلدینگ به توسط نخبگان باید صورت بگیره دیگه. درسته؟ تو میگی قبل از اینکه استیت بیلدینگ به وجود بیاد ما اصلا نمیتونیم صحبت از یک گذاری بکنیم. من صحبت از استیت کپاسیتی میکنم، گنجایش دولت مداری. خب این گنجایش دولت مداری در عمل ساختن دولت صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی گروهی از نخبگان جامعه که مسئولیت پذیرن و قدرت رو برای خودشون نمیخوان، پر کردن جیبشون هدف اصلی نیست و واقعا دلسوز وطن هستن، به گرد هم باید بیان قبول کنن که میتونن این افراد یک قانون اساسی بنویسن، دو دولت دموکراتیک بسازن. حالا اینکه حفظ دولت دموکراتیک قانون اساسی بنویسن، اینا که هنوز نماینده مردم نشدن که، نه اینا نماینده قدرتن، قدرت بدیلن. نه ببین تو زمانی که انتقال میکنی، انتقال که میدی برای اینکه بتونی انتخابات ایجاد بکنی کارزاری میخواد، یعنی ثبات و امنیتی میخواد که طرف بلند شه بیاد رأی بده، یعنی وسط نکشنش. درسته. برای همین قانون یک دولت موقت ایجاد میشه، بر پایه اون ارتش هم از این دولت دفاع خواهد کرد. حالا اینا تئوریه دیگه، تو فرضیات خودمونه، ولی این ما به قول یه نکته درستی رو میگیم، باید یه دیدگاهی داشته باشیم بالاخره زمانی که صحبتشو میکنیم. بنابراین دولت موقت امکانات انتخابات رو وجود میاره، اما قبل از اون قانون اساسی میتونی بنویسه که بعداً در مجلس تایید میشود و تصحیح میشود و بهبود پیدا میکنند. اما اینا من میخوام بگم دو تا کار مهم رو این الیت سیاسی که از نظر نظری به دموکراسی رسیده، از نظر عملی هنوز کار داره، میتونه بنویسه. همین الان هم میتونه بنویسه، موقعیتش خوب پیش نیامده. بنابراین بذار اینجا یه تمیزی من بدم. منظور من از قانون اساسی اونی که شما میگین در واقع اون دریافت من پیشگفتارهای قانون اساسی، یعنی مبانی اینی که قانون اساسی چی باشه. اون مبانی رو میتونه دولت موقت در نظر بگیره و روش هم وایسه، یعنی توافق بین سیاسیون انجام بشه که انجام بده. بعد حالا خود قانون اساسی که به قول شما باید شرایط و بستره‌ای به وجود بیاره که مردم نمایندگانشون بیان قانون اساسی رو در واقع تدوین بکنن. ولی برای اینکه اون مجلس رو درست بکنه خودش باید قانون مداریش رو تعریف کنه آقای دکتر. یعنی خود این مجموعه دولت موقت باید نشون بده که چگونه قراره از مجلس مؤسسان مستقل باشه، نفوذ نداشته باشه. یعنی اینجاست که استیت کپاسیتی باید تعریف بشه از قبل از این. ببین اینا یه لحظه کن، اینا ساده به وجود نمیاد. ما در یک کشور بسیار چالشی هستیم. خب با چی به وجود میاد؟ نهاد باید به وجود بیاد دیگه، نه؟ این مونتسکیو که صحبت از سگانه قدرت میکنه میگه اینا با هم از هم جدا هستن. به نظر من از هم جدا میشن، اما هر کدوم مستقل هم باید بشن. نکته دومه، یعنی اضافه کنید مونتسکیو، یعنی مستقل هم باید بشن. در ایران مشکل خواهد بود. انتقال قدرت به یک ساختار دموکراتیک در ایران بسیار چالش برانگیزه. من فکر نمی کنم اگزیکیوتیو ول کنه جستیس رو یا مثلا مجلس رو، نفوذ میکنه. اما من میخوام بگم که در یک گام جلوتر خواهیم رفت. نمیگم به اون به اصطلاح درک وارسته از دموکراسی اون دولت میرسه، نه خیر. نه مسئله نقشه راهه، نه اون که حالا اون توسعه دموکراسی رو میکنه. من میگم نقشه راه خب قاعدتاً بر اساس یعنی این دولت موقتی که میخواد درست کنه خودش باید نهادی درست بکنه که این نهاد رگوله بکنه این دولت رو، یعنی نهاد قضایی که بیاد. این اتفاق تو ترانسفورماتیو کانستیتوشنالیسم که در آفریقای جنوبی اومد عملاً ایجاد شد. یعنی اون توتو و اون مسیحا و اینا اومدن یه مجموعه درست کردن که اینا هی می اومدن رصد میکردن این کار این چیز دولتی رو. پس بنابراین خود اون سیستمی که میخواد جایگزین بشه خودش باید نشون بده که چجوری میخواد این دولت
رگوله بشه. پس اون دولت باید یه استیت کپاسیتی رو درست بکنه که در اساسا مشروعیت خودش رو نه بر اساس قدرت که به قول شما ارتشی‌ها رو در خدمت بگیره، بلکه بر اساس این که بگه من چجوری حاکمیت قانون و شرایط قانون رو رعایت میکنم. یعنی من خودم یه سری قوانین و ضوابطی میذارم، خودم رو بهش متعهد میکنم، یه کسی رو هم گذاشتم منو چک کنه. این من فکر نمی‌کنم کسی مخالفش باشه، ولی اصلا کسی اصلا صحبت اینو نمیکنه. آقای دکتر صحبت زنی که کی بیاد رو قدرت، برای همین این دعواها وجود داره. خب آره، به خاطر اینکه خیلی صحبت راجع به اینکه آینده چگونه باشه، چگونه بس خیلی زیاده. اون چیزی که کمه اراده ایجاد اون ساختار جانشینی یا اون هیئتی از رهبران است که به نظر من اون هیئتی از رهبران میتونن در آینده اگه موقعیت ترانزیشن به وجود بیاد دولت رو بسازن. اون به وجود نیامده. اگر چون پولیتیکال ویل میگیم، آره اون یه بحثه. نیامده دیگه. ما الان مثلا در مورد کنگره ما حداقل نظر من این بود که این در این مسیر باید بره. اگه ایجاد سازمان‌های مدنی که با هم گفتگو کنن که خیلی زیاده. من اتفاقا دعوت میکنم، من پیشنهاد میدم اینجا که در واقع من اون در امتداد اون صحبتی که همچنین که آقای جودکی گفتن، این صحبت در واقع در یک کانتکست خودشه، در کانتکست ایران نیست. ما داریم اونو با کانتکست ایران تطابق میدیم، بنابراین در کانتکست خودش داره ارزش هست و ما بررسیش کردیم به ارزش‌هایی که در درون این مقاله وجود داره. حالا در امتداد این مقاله ما اینو تو اون قضیه دموکراسیزه شدن، چون صحبت این مقاله اینه که چجوری این بازار آزاد فضا و شرایط دموکراسی رو تقویت میکنه. حالا ما میخوایم تو اون مسئله دموکراسیسیون ببینیم که خب آیا این گونه نگاه و شرایط رو برای دموکراسیسیون ایران به وجود میاره یا نه ما یه نگاه فراتری باید داشته باشیم. من روی این پیشنهاد میکنم که روی مقاله امید حالا یه مقدار در جلسه آینده یک توجه ویژه‌ای به وجود میاد. حالا اگه شما دوستان مطالب دیگه مد نظر دارن بفرمایین، ولی اگر نه برای جلسه آینده از الان ما این رو بتونیم ادامه بدیم، چون ما مقاله امید رو دایسکت نکردیم، فقط میگم هایلایتش رو درش کنیم. حالا جلسه تموم شد یا نه؟ بله جلسه، من اینجا جلسه رو تموم میکنم. اجازه بدید که اینجا جلسه 28 به پایان میرسه در جولای 19 2026. خیلی ممنون از دوستان.